درود دوستان سلام. برنامه خوب هستید. امیدوارم صدای ما رو میشنوید. اگر صدای ما رو بشنوید من با برنامه رو آغاز کنم. صدای من هست؟ گفتم که صدا می سلام و درود به شما تماشاگران عزیز گرامی ما. برنامه امروز را به نام خداوندی بخشاینده و بی نهایت مهربان آغاز میکنیم و به پیامبر گرامی اسلام درود و سلام میفرستیم. صلی الله علیه و سلم میگوییم. تماشاگران عزیز، خوشبختانه بعد چند روزهای بیماری خداوند باز ما را مشرف کرد که به دیدار هم برسیم. شکر پروردگار را میکنم. زنده و سلامت هستیم انشالله که امیدوارم یکایک شما زنده و سلامت هستید و امیدوارم که با روحیه بلند و با شوق و هوس تام، با رغبت و میل تمام برنامه امروزه را با هم گرفته میبریم. شاید یک کمتر مشکلات اینترنتی هم وجود داشتگی باشد، چون در من نشان داده شده است که سرعت اینترنت پست است. این از من ساخته نیست، چون هم وسیله ها را دیدم، همه جایش را کافتم دیدم، ولی با وجود آن که این اینترنت من باید یک سرعت بلند داشته باشد، متاسفانه صورتش بلند نیست و به مکتوبی پی همین من هم شرکتی پروایدری که اینترنت من را تامین بکند حالا جواب نگفته است. نمیدونم سببش چی باشد. امیدوارم یعنی با صبر و با تحمل همدیگر را گوش میکنیم و برنامه امروزه را گرفته میبریم. برنامه امروزه ما چی است؟ ما در چی موضوع صحبت میکنیم؟ پیش از همه بگویم که هر یک نفر شما که خواهش صحبت کردن دارید میتوانید در برنامه امروزه صحبت کنید. میتوانید به رقم واتساپ زنگ زنید و رقم واتساپ هم در زیر نوار در اپلیکیشن گذاشته شده است. همچنین سلکه یا پیوند که شما را به استودیو وارد میکند در سرخط چت یوتیوب گذاشته شده است و همچنین در اپلیکیشن هست. شما میتوانید توسط آن وارد استودیو شده صحبت کنید. موضوع امروزه ما چه است دوستان عزیز؟ ما امروز درباره آن صحبت میکنیم که یک فرد در حیات سیاسی چگونه میتواند شرکت کند و نقشی یک انسان در حیات سیاسی چی اهمیت دارد. تماشاگران عزیز، پیش از همه ما چرا در این باره ها صحبت میکنیم؟ در کشورهای متمدن مردم اینقدر به سیاست هوس ندارند و اما سیاستمداران را جدی پیگیری میکنند. به سیاست هوس ندارند چی گفتنی گپ است و به سیاست هوس نداشته، میل و رغبت نداشته، اما سیاستمداران را پیگیری میکنند. چی معنی دارد؟
به سیاست مایل ندارند، یعنی نمیخواهند مثلا گریم غربتی مسئولیت سیاست مداری رو به عهده بگیرند، در مسئولیت های سیاسی فعالیت داشته باشند. اینقدر مردم کشورهای متمدن خصوصا در کشورهای اروپایی اینقدر به این مایل ندارند. اما مردم حتما سیاست رو پیگیری میکند، سیاستمداران رو پیگیری میکند، هر قدمشون رو میشمارد و برای همین هم وقتی که یک سیاستمدار در دوران سیاستمداریش، کار سیاسیش، فعالیت سیاسیش به خطای دست زد، حتما پیش از اون که مردم سر و صدا بلند کنند، پیش از اون که مردم به سرش بیایند، خودش جا به جا استعفا میدهد و از وظیفهش سبکدوش می شود، می رود. خودش داوطلبانه دو دستش رو بالا کرده وظیفه رو میسپارد به همون ولسیپیدی که در پشت در کابینتش ایستاده است و به همین ولسیپیدی که به کار آمده بود دفتر و قلمش رو جمع میکند، به همون ولسیپید سوار شده طرف خانهش میرود. برای چی؟ برای آن که او سیاستمدار میداند که هر یک قدمی این سیاستمدار را مردم شماریده ایستاده است و علاج هم ندارد که یک روز دیگر در سیاست باقی بماند. اگر با نام نیک زندگی کردن میخواهد، اگر در بین این مردم زندگی کردن میخواهد، اگر در بین حق و همسایه، خویش و تبار، یار و دیار، همشهری ها، هم دیاران سرش را برداشته در کوچه گشت و گذار کردن میخواهد، این وقتی که در سیاست به خطا دست زد، سیاستمدار نمیتواند دیگر روزهای باقی در سیاست باقی بماند. همین است نتیجه پیگیری کردن شهروندان از فعالیت سیاستمداران. اما مردم اینقدر به سیاست هوس ندارد. چرا؟ برای آنکه در کشورهای ترقی کرده، در کشورهایی که وضعیت اقتصادیشان به نهایت خوب است، مردم اینقدر جانب سیاست نمی رود. سیاست رو پیگیری می کند، قدم سیاستمدار رو می شمارد، اما خودش اینقدر درباره سیاست هیاهو نمی کند. چرا؟ شکمش سیر است، تنش پوشیده است، برق دارد، گاز دارد، حکومت در خدمتش است و این است که کارفرمای سیاستمدار است و سیاستمداران در پیش شهروند خودشان را خدمتگار میدانند و دو دستشان را پیش بر گرفته. من همین خیلی که سیاستمدار در پیش مردمش گپ میزند، سرش را خم کرده، مردم را گوش میکند. برای همین هم مردم اینقدر شکایتی زیاد و سیاست زده نیست. اما در کشورهایی که ما زندگی میکنیم، در کشورهای گویا درجه سیوم، برعکس حکومتداران نمیخواهند مردم اینقدر درباره سیاست گپ زند، درباره کمبودی آنها گپ زند، درباره فعالیت آنها گپ زند، اما مردم سیاست زده است. مردم بیشتر درباره آنها گپ میزند، گپ دارد. چرا؟ همون فعالیت کندی آنها، فعالیت کارناشایم آنها و فعالیت بی‌نتیجه آنها دهان مردم را باز کرده است. اما تماشاگران عزیز، درست است که در کشور ما، شهروندان کشور ما یک کم
سیاستمداران رو تنقید میکنن. از امام علی رحمان سر کرده تا یعنی کمانده یعنی تیمی حکومتش تنقید میکنن و طلب میکنن. یک عده میبرد محکمشون میکند، زندانشون میکند، به خاطر یک لایک 10 سال 12 سال برده پشت پنجره زندان میکند. خب تهدید میکند، از هر کجا دزدیده گرفته برده محکمشون میکند، میکشدشون، به حبس ابد محکومشون میکند، لیکن دهان بسته نمیشود. چرا؟ برای آنکه وقتی که شکمت گرسنه می شود به تو یعنی تو نیاز خوردن و آشامیدن پیدا میکنی، یعنی در جسم و جانت گرسنگی و تشنگی احساس میکنی، یگان گپ خشک و خالی تو را آرام نمیکنه. باید بخوریم و بیاشامیم. از این زیاد به غیر از همون دسترخوان را تنوک کردن و یک برده نان و یک قدح آب را پیشت آورده ماندن، دیگر یگان سخن به تو نمیگذارد. بله همین طور است. و در سیاست مداری که مردمش را گرسنه مانده است، تشنه مانده است، بی آب مانده است، بی برق مانده است، هم تو گپ خشک و خالی که مردم را آرام کردن نمیتواند. میزنی، میکوبی، زندان میکنی، میکشی، لیکن همه را نمیتونی. مردم 10 میلیون است، زندان 10,000 آدم میبرد. چیکار میکنی باقی مونده ها را؟ تا 10,000 بردی، تا 10,000 15,000 میبری پشت پنجره زندان میکنی. این با باقی مونده اش شب و روز میمون بازی کرده میگردی. های لایک نمان، های پدلیت نکن، های دهنه نکشا، های آواز نبرار، های اینت میکنم، های آنت میکنم، های میکشمت، های میزنمت، های به سیاست نرو. تو خسته میشی، لیکن دهان مردم بازداشته نمیتونی. اکنون همین روند رفته ایستاده است که مردم صدا بلند کرده ایستادند. مردم صدای خودش را دارد، حرف خودش را دارد، گفته ایستاده است. این صدا از جانب کسانی هست که از جان گذشته‌اند، طرح نو میخواهند، زندگی دیگر میخواهند، میگویند که یا مرگ یا حیات. به همین خلاصه آمده رسیدگی هستند. میگویند من غلامانه زندگی کردن نمیخوام. لیکن حکومت در یک جای تا حد موفق شدگی است که واقعا قشر زیادی اهالی کشور را بترساند، بلرزاند، دهانشان را ببندد و با همین حال روز دیده ایستاده است و همین کارش نتیجه که داده ایستاده است، با جسارت پیش رفته ایستاده است. اکنون موضوع امروزه ما هم در همین باره است. تماشاگران عزیز، در این باره است که باید ما سوال دادن این که چرا اپوزیسیون ضعیف است؟ چرا اپوزیسیون این کار نکرده ایستاده است؟ چرا اپوزیسیون فقط گپ زده ایستاده است؟ چرا اپوزیسیون رئیسش اونطور است، کارگرش این خیل است، فلان مسئولش اون خیل است؟ فقط سوال به میان گذاریم. وقتی آن رسیده است که تماشابینان عزیز به این خلاصه برسیم که همین اپوزیسیون هم یک فردی ما است، یک عضوی ما است، یک شهروندی همین کشور است. هر فردی که در اپوزیسیون هست، آخر چطوره که همین اپوزیسیون از حکومت امروزه راضی نیست؟ شما هم راضی نیستید.
اپوزیسیون اکثریتش که این گپزن‌هایی که شما شنیده ایستادید زندگیش به نهایت خوب است، بد نیست. اگر صدا بلند نکرد حکومت از خرسند است. من صدا بلند نکردم، گم شده رفتم. در همینجا زندگی هم 100% است. حتی شاید یک قسم فرزندانم هم به این خلاصه رسیدگی باشن که دیگه به تاجیکستان رفتنی هم نیستن. تقریبا 50% فرزندان من تاجیکستان در کجاست نمیدونن، تاجیکستان رو ندیدن، در تاجیکستان تولد نشدند. اما من تاجیکستان میگم، وطن میگم. چرا؟ برای آنکه تقریبا نیمی حیاتم در مسافرت و مهاجرت گذشت. تقریبا نیمی حیاتم گذشت. تجربه حیات به من نشان داده ایستاده است که من گدای وطن باشم و شاه غریبی نه. من باید هر چیز زودتر به وطن بازگردم، وطنم رو بسازم. یک گشت میموندگی باشم به کشور بیگانه، به محل بیگانه، به جای بیگانه نه، به وطن خودم مونم. همون قوه ذهنی که دارم، قوه ذهنی سازندگی، آفرندگی و قوه ذهنی که دارم، من میخوام به وطنم صرف کنم. یک سهم به وطنم داشتگی باشم. هر یک شخصی که صدا دارد، هر یک شخصی که گفتنی دارد، درد دارد و یا مرگ یا حیات گفته است، خلاصش همین شده است. کسی که پیش روحی به این خلاصه رسیدگان رو میگیرد، اون هم دونسته ماند که همین در بین رفتی یا مرگ یا حیات باقی ماندگی است. دیگه همه راه ها رو طی کرده آمدگی است. همون طرفی که حق نمیدهد به شهروندان، حق نمیدهد به شهروندان که در پیشرفت کشورشان سهم بگذارند، آزاد باشند، سربلند باشند، حقوق خود را، حقوق آزادی های خود را داشتگی باشند. وقتی که همه راه های مبارزه برای همه راه های مبارزه آسایشته طی شده است، ان همین نفران سلب کننده حقوق انسان در تاجیکستان هم، یعنی حکومتداران هم، به صدد یا مرگ یا حیات آمده رسیدگی هستید. به صدد این تهدید نیست. خودتان تحلیل کنید، خودتان تحقیق کنید که به کجا آمده رسیدگی. در حالتی یا مرگ یا حیات آمده رسیدگی. این مردمی که صدا دارن گفته شدن که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. این شعار است. این شعار است. یعنی این طرحی که شما دارید کهنه شدگی است، ما میخواهیم طرح نو در اندازیم. اما حافظ هم تو نمیگوید فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. بیا میگوید بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. بیا میگوید. بیا کرا؟ هر کسی که از یک طرف ایستاده هم تو بها میدهد یا پشت میکروفون میشیند و 3 ساعت 4 ساعت بها میدهد. همه هنر رو، کشورسازی رو در همین پشت میکروفون ایستادن میدونن. یا اینکه در همین کدام کنجه که سترویکه نشسته است میشیند میگوید تو که شما گپ میزنید 10 سال گپ میزنید، گپ بزنید کی تاجیکستان میروید؟ انکنون وقتی به خود سوال دادن هم آمادگی است. 10 سال ما رو نظارت کردی، کی تو به گپ میدرویی؟ 10 سال
و گفت خودت من لق کردم، تو در کجا بودی؟ حالا فعالیت امروزه خصوصا در مخالفین از نظاره که خودم دارم، چون در بینشون هستم، دیده شدم، این است که دیگر تکی شهروند تاجیکستان ترس، هراس، لرزیدن، بی‌شجاعتی، بی‌جسارتی را باید یک سو بماند و خودش یک اینیشیتیو نشان دهد، یک تشبث نشان دهد، تشبث شهروندی برای آینده فرزندان خودش، یک تشبث نشان بدهد و ایده پیشنهاد بکند. برنامه پیشنهاد بکند و چیزی که در سرش هست برای پیشرفت کشور، برای پیاده شدنش خودش جسماً با تن و وجود هستیش به حرکت درآید. حالا برادر سلیم جان وارد شدن. تشکر زیاد برادر عزیز که دعوت. سلام علیکم اکوی شوکت، امیدوارم خوب باشید. تشکر زیاد. گپ دادن گرید ما در همین جا همراه تا ما امروز. خدا خواهد. سلیم جان سلطان زاده سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان، بفرمایید. حالا سخن به شما، ما شما رو منتظر نمیکنیم، بفرمایید. نه به حضور. اولش السلام علیکم و رحمت الله. هم برادر شوکت و همه تماشابینان و مخلصان همین برنامه پیام، امیدوارم که همگی خوب و سلامت هستید. امروز من کم در کارم سبکتر بود، به همین خاطر من گفتم وقت پیدا کردم. من گفتم با همراه شوکت از من چند روز خورده است، اما اکا میگم. من به هر حال با همراهی امروز اکا شوکت من در برنامه هستم. برای من اکا شوکت شما گفتان دوام دادن گرید. من دربارتون سلامت باشید. خیلی دوستان عزیز، حال کمتر برادر شوکت از سخن‌ها گفتن. البته گوش شنوا و عقل رسا اون چیزای درکاری رو از بینش پیدا میکند، میگیرد. حالا اینجا من خیلی از اکای شوکت معرفی کردن سخنگوی پیمان گفتم. همچون سخنگوی پیمان، همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک مخالف حکومت کنونی میخوام کمتر سخن درباره همین روزا موضوع گپ زنم. دوستان عزیز، واقعا حاضر اینجا چند حرفای گفته شد که بالایش باید که کمتر فکر و اندیشه کرد. بله، حالا نظام است، یعنی رژیم است. اون رژیمی که رحمانوف در تاجیکستان ساخته است. یعنی وقتی که ما میگیم رژیم، یعنی همون حکومت رحمانوف که در تاجیکستان در سر قدرت هست است. اینا ببینید، در ایستادن رو در گذشته اپوزیسیونر میگفتن و حالا مخالفین هم میگویند با زبان خودمون. بله، ما خود را مخالف میدانیم، مخالف حکومت، مخالف حکومت امامعلی رحمانوف هستیم. ما مخالف تاجیکستان و مردم و ملت تاجیک نیستیم. از همین سبب ما به حضور با یک شرف خود را میگیم که مخالف. اما و در برابر این گفتنی هستم که ما مخالف چی کدام عمل امامعلی رحمان مجبور کرد تا ما مخالف شویم و در برابر این مخالف شدن چی برد است و چی باخت است. کار اساسی که ما رو شخصا مرا وادار کرد تا یک مخالف شوم، صف مخالفا بپیوندم، این همین در تاجیکستان رعایت نشدن قانون شد. وقتی که در تاجیکستان قانون هست، نوشته شده از سر قانون سر کرده تا قانون‌های دیگر، درباره چی معارف باشد، چی حکومت محلی باشد، دیگر و دیگر، یعنی قانون ها و مجموع قانون اساسی و مجموع قانون ها در تاجیکستان هستند روی کاغذ، اما رعایت نمیشوند. وقتی که قانون رعایت نشد، این عدالت
گم میشد از ما بین. از بین عدالت میرود و عدالت که رفت فساد میشود اونجا غصب حکومت غصب میشد، غصب مالکیت میشد، ناعدالتی ها میشد. در این حالت یک انسانی که خودش را میشناسد، همچون یک انسان، یک شهروند میشناسد، خواهیم نخواهیم واکنش میکند و گوسفند نیست از مردم که بالایش میبیند که همین حکومت همین در بالای سر او حکومت داری میکند و ناعدالتی میکند، اونایی که خاموش میگردد و عموما با سیاست تو این کاری حکومت اعتبار نمیدهد، میبخشتن و این یک همون رفتار گوسفند رو میماند که چوپان با او چیکار کند و کار نداره. انسان عاقل، انسانی که خودش را شناخته است، خودش را همچون انسان میداند، نوابسته از سوادش عالی است، میانه است، سینش خرد است، کلانسال است، زن است، مرد است، فرق نداره. وقتی که انسان خودش را همچون انسان میداند، همچون یک شهروند میداند، این فرق هست بین انسان و شهر. انسان یعنی با تمام هم معنایش یک آدم میبیند که حقوق او پایمال میشود، حق او رو دیگران میگیرند، یعنی دیگران در اینجا حکومت حق او رو حکومت پایمال میکند. این یک. و شهروند، وقتی که انسان خود شهروند تاجیکستان، من شهروند تاجیکستانم، خب وقتی که در تاجیکستان زندگی میکنم میبینم ناعدالتی است. ناعدالتی از همون مکتب سر کرده یا از همون تولدخانه سر کرده تا گور، تا همون سر قبر رفتن، تا زیر خاک در آمدن ناعدالتی است. از جانب اگر یک نفر دیگر ناعدالتی باشد، این درد بخیر است، میتوانی با او کشمکش کرده حقت رویان. اما وقتی که حکومت بالا ناعدالتی میکند و حکومت حقت را میگیرد، اینجا خاموش ایستادن این برابر به مرگ است. آنهایی که حقشان را حکومت پایمال میکند و آنها سرشان را خم میکنند و صدا نمیبرند و میگردند، آنها یک آدمای مرده هستند که میگردند، فقط میگردند، زندگی میکنند، میخورند، مینوشند، تمام. درباره حق خود فکر نمیکنند. آنها حتی درباره فرزندان خود فکر نمیکنند، چی بماند که درباره خود. وقتی که انسان حق خودش را طلب نمیکند و درباره حق فرزندش هم نمیشود. میفهمید؟ انا همین چیزها وادار میکند که یک انسان فکر و اندیشه بیان کند. وقتی که فکرت اندیشه بیان میکنی، یعنی این مخالف عمل حکومت حرف میزنی. حکومت فساد کرد و تو میبروی میگویی که نه، این کار نکن، این کارت فساد است، این عملت غیر قانونی است، قانون چنین نوشته شده است و من به چنین حق دارم، حق مرا پایمال نکن. اینجا من میشوم که مخالف. این است معنای مخالف اما سیاست هایی که حکومت میراند، یعنی به زبان مردمی که فهمانیم همین است و همین چیز وادار کرده، یعنی پایمال شدن حق و حقوق من، حق و حقوق اطرافی من، هم شهری های من، هم ملتان من، هم وطنان من، پایمال شدن حق و حقوقشان وادار کرده است که من همچین یک انسان، همچین یک شهروند مخالف حکومت خودم اعلام کنم و بیام به صف مخالفان همراه شوم، چون دیدم که من تنها نیستم. مثل من آدم‌ها صدها، هزارها تا میلیون‌ها هستند، اما اگرچه میلیون‌ها باشند، شاید صدها و هزارها فقط صدا میبرارند و من رفتم طرف همون صدها و هزارها پیوستم و دربارشان هستم و شکر میکنم که امروز دربار چنین مخالفانی هستم، مثل برادر شوکت. این رو من شکر میکنم. درست مخالفت یعنی این پیدایش گفتم، حالا اکنون میگویم مخالفت چی فایده و چی ضرر دارد. بیاید من از فایده سر کنم. فایده مخالف حکومت مثل حکومت امام علی رحمه بودن همین است که سرم بلند است، چون که ضد ظلم و ستم علم کردم و قدم میبردارم. سرم بلند است، زبانم کوتاه نیست، حقم رو پایمال کنند صدا بلند میکنم، حق یک و هموطنم رو پایمال کنند صدا بلند میکنم، ناعدالتی رو بینم خاموش نمیشینم، میگویم با دستم، با زبانم، با عملم ضد ناعدالتی حرکت میکنم. این رو من برای خود برد میدانم. فایده من همین است، در این دنیا هم و در آخرت هم. الحمدلله به آخرت ایمان دارم و باور دارم که برای این عملهایم از خداوند من اجر میگیرم
با این چیز ایمان دارم، من باور دارم و این چیز مرا وادار میکنه دوچند و ده چند فعالیت برم برای عدالت، برای برقرار کردن عدالت و برقرار کردن هم حق خودم و حق مردم. این وظیفه خود میدانم و این برای من شرف است. اکنون میگیم چی باخت دارد مخالف بودن، چی باخت، چی ضررها دارد. یکمش که در وطنت نمیگنجی، باید بیرون از وطن باشی، یا در زندان باشی یا کشته شوی یا مهاجر شوی، هجرت کنی، بیرون شوی. این قربانی میخواهد، مخالف بودن قربانی میخواهد. یا پدرت یا برادرت یا یک نفرت یا قتل میشد یا زندان میشد. مثل من این برادر شوکت برای آنکه مخالف بود بردن برادرش زندان کردن، چون که به این دستشان نرسید او را بردن زندان کرد. حالا بینید که برای این نفر برادرش زندان کرد، یک نفر دیگر برادرش قتل رساندن، اما او در سبب مخالفت حسد و صدا بلند میکند. حالا شما میگید که این مخالف بودن فقط حرف میزند و خلاص. این برای همین حرفش حکومت آنقدر میترسد که آماده است آدم رو زندان کند، ناگناه بیگناه رو آدم رو به قتل رساند، تا که همین شوکتی که گپ میزند یا همین سلیمی که گپ میزند دمش رو گیرد، صداش نبراید. نه، ما صدامو دوام میدیم، حرفم رو میگیم. این از باخت های مخالف بودن. باخت من اینجا در چیزی کوچک میبینم، یعنی من همین باخت مخالفان رو چیزی کوچک. حالا بعضی از دوستان میگن که نزدیکان ما در زندانن و ما امید داریم که مخالفا کار میکنن تا نزدیکان ما از زندان برایم. باور کنید دوستان، من تا همین هفته گذشته، من سال 2016 من 2008 سال در هجرتم، 8 سال در هجرتم. هفته گذشته فهمیدم که یکی از خویشاوندان ما میبخشید برای یک لایک در زندان بوده است. لایک مونده است و زندان رفته است و کسی از اولاد جرأت پیدا نکرده همین خبر رو به من رساند. حالا آنهایی که دعوا دارن که نزدیکان ما مثال در زندان اند، شما چیکار میکنید؟ منم حالا میگم که نزدیکی منم در زندان است برادران. از خویشاوندان خودم 2 نفر در زندانم. یک باخت دیگرش، مال و اموالی که داری با عرق پیشانی جمع میکنی، مهاجرت میکنی، کلن میزنی، پخته میچینی، جمع میکنی بنوک سوزن جمع میکنی و خانه و در میکنی با امیدی که در تاجیکستان فرزند به وای رسانم تا خدمت همین ملت و وطن کنن. مخالف میشی و همون خانت رو میکشن میگیرن، حکومت میکشد میگیرد همون خانه رو با 100,000 یک بهانه الا و نیران. مغازه میکنی، زمین میکنی، دهقانی میکنی، درخت میکنی، درختت به حاصل میدارد، همه رو میبیان مصادره میکنن، ویران میکنن میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر همین گپ ما. حالا شوکت شدن که بعضی ها در همون جای میشیند میگوید که 10 سال از گپ میزنید. برادر ما 10 سال از گپ زدیم، من همین چیز رو عدد زاده شدیم. نزدیکان ما زندان شدن و نزدیکان ما کشته شدن، ما اموال ما مصادره شدن، خدا ما در بدر شدیم. خلاص این خیلی دوام تیم خیلی بسیار. حالا اون که وقتی که مهاجرت میکنی از وطنت بیرون میشی، از نزدیکانت و پیوندانت دور میشی، این معنی اون رو ندارد که نزدیکانت در اونجا در راحتن. نه، همین نزدیکان همین مخالفان هر روز در ظلم دیر ظلم عذابن. نیست از نمازی که ما در حق همونها دعا نکنیم تا از ظلم ظالمان خداوند نجاتی هست. این همش به خاطر همین حرفی که میگوییم، همین حرفی که شوکت میگوید، از همون تیر و تفنگ، از همون پولمیات و افسموت و پوشکل سختتر به حکومت میرسد. حالا امروز در خود مخالفا بعد میبرن میگن که 10 سال است شما گپ میزنید، 8 سال است گپ میزنید، شما مدیریت ندارید، این ندارید، باید ندارید. مدیریت همان وقت میشود، مدیریت وقتی که شده ایستاده است که همین حکومت بر ضدت عمل میکند. وقتی که حکومت بر مقابل تو هیچ کاری نکرد، تو دان که تو بر ضد حکومت یگان عمل نکردی ایستادی. هر نفری که داند
با خودت فکر کن که اگر بر مقابل تو حکومت یگان کار نکرده است و نکرده ایستاده است، پس تو بر ضد ناعدالتی خاموشی خپیدمی. همین است. ترازو فقط با ترازو مان همین سحر خسته از خواب فکر کن که همین حکومت برای تو چیکار کرده ایستاده است. حکومت تاجیکستان هیچ نه. آرامی تو این معنا را دارد که تو با حکومت هیچ ضرر نداری. انا وقتی که حکومت میزند، میکوبد، میکشد، میگیرد، مصادره میکند، قتل میکند، پس دان که تو برای عدالت مبارزه برده ایستادی و این مبارزه تو ثمره داده ایستاده است که حکومت بر ضدت است. و یک نفری که با تو صدا میکند که تو کار نمیکنی، تو حق داری که برای گویی که من از روی امکانیتم، از روی تمام وجودم و آنچه که عمل کردی ایستادم و پاسخش رو هم دارم به هر یک سوال. حالا سلیم جان و یکی از مخالف بودن این منسجم بودن اصلا در ابتدای گپ بودم. من گفتم مثل من هزارها بوده رفتم به هزارها پیوستم و این هزارها بر خود راهبر دارد، نظام دارد، ساختار دارد و همین راهبر و همین نظام از روی نقشه، از روی برنامه عمل میکند و هر یک مخالف همچون یک بول تو گایکی همون نظام، بول تو گایکی همین ساختار باید وظیفه خودش رو بیچون چرا اجرا کند تا به هدف رسیده شود. اگر هر یک بول تو گایکا و شفیور اعتراض کردن گیرد، مکانیزم ویران می شود و از این حکومت می برد. تمام هر یک نفر چی مخالف باشد، چی خود رو مخالف نداند اما از ناعدالتی ها ناراضی باشد، باید سعی کند تا همین برنامه ها عملی گردند. خود را همچون یک عضو همین مکانیزم دارد، مکانیزمی که با نام مخالفان، آنهایی که در پیش هستند آنها ضربه هم میخورند، آنها دیگر آمادن قربانی هم قربان هم شوند، دیگر در صحنه هم. لیکن صدها هزارها نفر دوستان و برادران ما رو داریم که اگرچه در صحنه نیستن اما کار بیشتر از ما میکنن. بله. از نگاه مادی، از نگاه معنوی همه طرفه. مرا ببینید، سلیم جان رو میبینید، یک نفر برادر دیگر رو میبینید که این وقت چرا دارد که میتواند با شما صحبت کنند، لیکن ما ده ها برادران هستند، برادران داریم که شما نمیبینید. بله. آنها روز نگفته شب نگفته در کار هستند. حالا چند چیزهایی هست همینجا سلیم جان باید ذکر شود. نگاه کنید، خصوصا دوستان ما، پیوندان ما، فرض کردیم پیوندان مخالفین. حالا به خاطر چی من نقشی هر یک فرد تاجیکستان در حیات سیاسی را موضوع برنامه امروزه کردم؟ برای چی؟ برای که نگاه کنید، حالا شهروندان تاجیکستان فرض کردم یک خیششون، یک تبارشون فعال سیاسی است یا ژورنالیست است یا اینکه بلاگر است یا یک گفتنی دارد و گفت از شاعر است، نویسنده است. اینها چیکار میکنن؟ به جای اینکه اقلا هیچی نگویند هم روش شوند، پنهان شوند هم، مثلا گریم هیچی نگویند هم میلش. حالا شرکتشان در حیات سیاسی اون طرف است، باز کوشش میکنن که پیش راه نفرانی را بگیرن که آنها گپ زده ایستاده‌اند. این بیچاره گفتی سلیم جان همه هستیش را در راه آزادی و استقلال و حقوق انسان و همه این
همه بود و شدش را از دست داده است. حالا گپ زده ایستاده است. او به خاطر حیات آسایشته، یعنی حیات آسایشته یعنی چی؟ به خاطر یک روز بغربتش هیچ کس پیشکش رو پیش نگفتن، با کوشش میکند که این بیچاره همه چیز رو از دست دادگی خاموش باشد. اوی گپ نزن اینجا به ما ضرر میرسه. اوی گپ بله. نزن اینجا ما بیزار میکند. اوی گپ نزن اینجا ما برده پرسجو میکند. اوی اقلا خودت در تگی برگی. این بیچاره همه چیز رو از دست داده است. انصافت رو خوب خورد مگر که شرم نداری بگویی که اوی تو گپ نزن که اینجا خواب من ویران می شود. مرا امنیت دعوت میکند. بله. مرا پلیس دعوت میکند. ما به سرم جان میشویم. اوی تو که خودت تمام، یعنی یک حیاتی غلامانه، یک حیاتی سرخمانه، یک حیاتی به حیایانه را انتخاب کردی. این انتخاب خودت. اما اینه که گپ میزند، از حق و حقوقش دفاع میکند، از حق و حقوق تو گپ میزند، میخواهد تو هم غلام نباشی، میخواهد تو هم سرسان و سرگردان نباشی، میخواهد تو هم مهاجر نباشی، با وجود این که خودت خاموشی باز میخواهی گپ زن هم خاموشم. برای همین برادر یا خواهر، پدر یا مادر، عمک یا تقا و در عموم هم دیار عزیز، به این کار نمی شود. به این کار نمی شود. شما چیکار کرده شدید میدونید؟ یک فرزندتون به تاجیکستان هجوم شدگی است. از خارج وطنتون از دست رفته شده است. فرزند شما در حفظ وطن است. هر روز به وی پیام میفرستید: هی بس کن، تیر نانداز. هی بس کن، تیر نکشو، گپ نزن. هی بس کن، کمان نزن. هی فرمی سلدتیت کش پرتو. هی جیم شین. شما همین طور گفته شده. حالا نگاه کنید. حالا در خارج بودگی ها در خارج ایستادند. دشمنان ما در داخل وطن ما را نابود کرده ایستادند. دشمنان ما در داخل وطن ما را پارچه پارچه، تیرکه تیرکه کرده ایستادند. به همه عالم سرسان و سرگردان کرده ایستادند. یک همین عائله غدار، دشمن ملت. شما در همین حال گفته ایستادید: بگذار خورد، بگذار فروشد، بگذار مرا تجاوز کند، زنم، دخترم، خواهرم تجاوز کند. تو گپ نزن. گپ شما همین مضمون رو دارد دوستان عزیز. برای همین امروز گپ زن یا که بر ضد ظلم و استبداد سخن میگفتگی فقط شوکت محمد، سلیم جان سلطانزاده یا محمد اقبال صدرالدین یا کسی دیگر نباید باشد. شخصانی به شمار که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 گفته شمرده روید به 10 15 رفته نمیرسد. از 10 میلیون اهالی کشور. پس یعنی سبب اساسی سرنگون شدن ظالم در چی بوده است؟ در ضعیفی مخالفین یا در خاموشی ما؟ مخالفین از کجا ضعیف می شوند؟ از آنی که ملت نسبتی تقدیر خودش بی‌طرف شده است.
نسبت حیات خودش بی‌طرف شده است. من از کجا گپ سر کردم؟ از اونی که گفتم که در کشورهای مترقی، در کشورهای متمدن، شهروند هرچند اینقدر خواهشی در سیاست کار کردن رو ندارد، اما قدم سیاستمدار رو میشمرد. قدمی سیاستمدار رو میشمرد، نه این که فقط سیاستمدار، هر یک بیگانه ای که به این کشورها میبیایند، میدرایند، میبرایند، مهمان هستن، قدمی آنها را میشمرد. شهروند. حالا در کشورهای اروپایی حزب‌هایی که مهاجر بدبینند، یک کم خاراکترهای ملت پرستی اینها دارند، قدرت گرفته شدند. چرا؟ از جانب مردم پشتیبانی دیده شدند. مردم چی میخواهد؟ مردم میخواهد که از بیرون هر کی در اومده آش دهان آنها را کنده گرفتن نرود. ما مهاجران تاجیک در همین حال قرار داریم. در روسیه هم همین طور است، در اروپا هم همین طور است، در امریکا هم همین طور است. مهاجر است. گجای روی به تو همین خیل نظر میکنند. پس برای آن که ما از این نظرها خلاص شویم، بعضی ها میگن ما در حوزه خارجی داریم، خورده گشتین، در اروپا هستین. هوی دوستان، در گوجا در بالای تخت این کشورها باشن، تو مهاجری، و تو همچون مهاجر نظر میکنن. نه برای همین من برای آن که از این نگاه ها، از این چشم هایی که به من این گونه نگاه میکنن خلاص شوم، من باید وطنم دریابم. من باید وطنم دریابم. 2 میلیون مهاجری کوری تاجیکی که در روسیه هست و هر روز به این گونه تیغ چشم ها روبرو می شود، باید در وطنش جای کار پیدا کند. هیچ کس به هیچ کس حق ندهد با این تیغ چشمان به دلش خنجر زند، دلش را رشک کند. پس هر یک فرد تاجیک، هر یک شهروند تاجیک وظیفه‌دار است که درباره از این تیغ چشمان خلاص شدن اندیشه کند، فکر کند، خلاصه برآورد. هر روز یک ورق بگیرد، استراتژی نویسد، جای خطا کرد خط زند، ورق رو پیچلک کرد پرتوید به مصور، ورق نو بگیرد، باز نویسد، باز نویسد، باز نویسد، باز نویسد. از درونش یک تا استراتژی خوب برآمد می در پیشونیش چسبانده ماند. بار یک دیگر پیدا کردی، با یک دیگر نویسته ماند. بس هفته این خیلی برنامه ها می شود می برایت به مردم پیشنهاد کند. پیشنهادهای پخته رسیدگی دوستان عزیز حتما صاحبش مییابد. یک نفر ایده پیدا میکند، یک نفر مهارت اجرا کردنش رو پیدا میکند. ما امروز داد میزنیم، یک روی دسترخوانمان یک نمکی میچشیدگی نیست. حالا درباره بعضی کارهای مخالفان که هفته های آخر خیلی گپش رفته شده است. یک برادر با کماندش با 2 سازمان بین المللی دفاع حقوق بشر پرونده زندانیان سیاسی تاجیک را برده شده است. تا جای بعضی چیزها مثلا گریم میپرسد درباره فلان چیز معلومات داری، فلان معلومات یافته داده میتونی، همین معلومات از کجا پیدا کردن ممکن، همین خیلی چیزها میپرسد. وقتی که معلومات های پرسیده شده رو میبینی،
میبینی که ژورنالیستیکی توجیک، رسانه‌داری توجیکی چنان دیدو است، چنان بسرنوگ است. فرض کردیم یک رسانه دکدن، یعنی نامش بالاخانه دار، فلان سال تجربه دار، در عرصه بین المللی مشهور. همین فرض کردیم نام من یک بار شوکت شریفوف نوشتگی، یک بار شوکت محمد جانوف نوشتگی، یک بار شوکت جان محمد جانوف نوشتگی، یک بار شوکت جان شریفوف نوشتگی. من ثابت کرده نمیتوانم که همون شوکت جان شریفوف هم من هستم، همون شوکت جان شریفوف هم من هستم، همون شوکت محمد هم من هستم، همون شوکت محمد جانوف هم من هستم. ثابت کرده نمیتوانم. یک رسانه همین طور کردگی است. بعد وقتی خواهش میکنی که همین خطاگویی رو درست کن، نمیکند. عذاب، خر بر این عذاب میکشد. یک بیچاره، یک کمانده که پرونده زندانیان سیاسی، پرونده مخالفین را در سطح بین الملل برای بررسی حجت آماده کرده شده است. چند زندانیان سیاسی ما حتی اخبار اویلویشون وجود ندارد. ما میگه من فلان قدر فلان سری فیلم دارم، فلان کار کردگی هستم، بسمدان کار کردگی هستم. بسیاری، حتی مثال عادی 4 مؤسسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نام پرش بچه یک عذاب در طول یک ماه، یک نیم، 2 ماه که کاف دریافت کردن نام نسبی پر روی سال تولد پر احوال عائله بهشون. ان همین تیم چند قریب 1 سال زیاد می شود کروگلستو توچ نکار کرده شده است. این نفرای ما نه در رسانه میبینیم، نه در شبکه اجتماعی میبینیم، نه صورتش میشناسیم، نه سیماش میدونیم، نه نامش میدونیم، نه فامیلش میدونیم. این نفرونه نه یگان دعوا دارد. بله حالا خودش دیده شده است. همین نفرون. بله ولی گپتون میبرم و میبخشید که شوکت، این یعنی همون 10-15-20 نفری که در اکران میبرون، در افیر میبرون، همین ها مخالف، تنها همین ها مخالف نیستن. صدها نفر دیگر که در بیرون در پس اکران ها کار کرده شدن، ایرا بینابر گرفتن در کردستان. مثال آنه که در افیر برآمد و گپ زد، این معنا آن ندارد که تنها او مخالف است، او سیاست مدارد. 10 تن 100 تن دیگر سیاستمداران و مخالفان واقعی با مالشان، با جانشان، با عقل و ذهنشان در بیرون کار کرده شدند. با یک گپ زدن و با یک گفتن کار نمی شود. عملی، کارهای عملی هم هست اینجا که نمی شود همه آن را رسانی کرد. امکان ندارد، چون که آن یک نقطه‌ای هست که سر است. این خیلی کرده سری سازمان ها است. بفرمایید برادر محمد. من برادر را خودم شخصا دعوت کردم به برنامه. خیلی اندیشه های جالب دوران برادر محمد تقوی‌زاده و اکثریت اندیشه هاش من حتما همین دیدم که یگان چیز کردگه اصلا حتما گوش بکنم. هرچند نه به همش موافق هستم، لیکن یک مثل محمد برادر باید، اگر برای چی من امروز به برنامه برادر محمد تقوی‌زاده رو دعوت کردم؟ دوستان عزیز، من نه به همه نظری همین برادر موافق هستم، اما هر یک فرد توجیک مثل همین محمد تقوی‌زاده شده نشد. یعنی بدون خستگی پذیری، بدون خستگی
یک انسان کار میکند، سترویکا میکند و در کار هست، وقت خالیش رو مییابد با همون سر لباس سترویکا هست می، در همون دستش بازخند کیرپیچ زنی هست می، همون حق شهروندیش رو ادا میکند، گپش رو میزند، یعنی چیش رو، پرینسیپش رو معین میکند. کمترین شهروند تاجیکستان اگر همین خیلی می بود، ما امروز یک جایگاه پیدا میکردیم. بفرمایید برادر عزیز محمد. السلام علیکم آقای شفقت جان، برادری سلیم جان، امیدوارم که خوب هستم. انشالله رحمان موضوع رو با یک شعر اول سر میکنیم. این به همه ما و شما داخل دارد. کسی که همین تاجیکستان رو ترک کردگی است به همون شخص داخل دارد این شعر. بعد انشالله صحبت رو ادامه میکنیم. انشالله بفرمایید. همه ترک خانه و در کرده ایم، ترک فرزندان و مادر کرده ایم، ترک کرده کسب و کار را در وطن، در روسیه کار را سر کرده ایم. جمله شاگردان و هم استادها ترک مکتب ها و دفتر کرده ایم. حرف میگوییم با دیگر زبان یا زبان خویش دیگر کرده ایم. از برای آب و نان گندمی تاجیکستان را پس سر کرده ایم. رفته ما در شهرهای دیگری جان فدا از بهر دلار کرده ایم. عاقلان و عالمان را به سبب بیرون از این خاک کشور کرده ایم. ما همه یک تاجیکیم اما دریغ ظلم با یار و برادر کرده ایم. دیده و بشنیده هر یک عیب خویش، چشم کور و گوش را کر کرده ایم. دیده و بشنیده هر یک عیب خویش، چشم کور و گوش را کر کرده ایم. زنده باشید. زنده باشید برادر عزیز. بله، سلامت باشید. انشاءالله اکنون صحبت را ادامه میدهیم. همین مقصد همه ما که ما باید چخیل آزاد شویم. درست اکا؟ باید مردم مظلوم تاجیک همه نو ترسیده رنگ مردم گرجستان. وای من چیزی میگویم اون نوارا با نمیگویم اکا، من خودم جواب میدم اکا. شما از رو افتاده نشوید و غمگینم نشوید. در این باره من فریاد کردن گفتن اینجا چی گفتاسی، اینجا چی گپ داری، اینجا چی معنی دارد. من همش فهموندم. گفتم من دستم به اون چیز نیست. ما 33 سال در بدر و خاک بسر این شخصی که حکمرانی میکند برای مردم ما یگان خدمت نکرده است. این مردم را فقط در بدر خاک بسر با اولاد خودش هم مرا طلای تاراج تمام می سرزمین کوچک ما را سودا دارن. ما میخوایم که به مثل دیگر کشورها همه با همین یراق اسلحه پیش رفته ایستادن، همه مبارزه برده ایستاده است. ما میخوایم که انا همین طور خلاص شویم. تمام. من هیچی ندارم گفتم. اگر خواهی من روان کنید مرحمت روان کنید. من راست گپ رو افتاده شدم، من مونده شدم. گفتم این مردمی که امروز همش خاموش است، تمام گپ زدیم، فهمیدید؟ همه گپ ما رحمان رو بفهموندیم. این آدم نفهمید. این مردک عموما نه ما رو پسند کرد، نه ما رو پروا کرد، نه ما رو پسند و منظور کرد. این آدم به خون آمدگی به خون می رود. فهمیدید؟ همین شما با سوال اکا، شما خانه‌تان با دو تا یراق دارید، اما خانه‌تان با مثال آویزان کردگی، فرزندان شما دانشمند هستند. فردا همین ناخلفا با یراق و اسلحه شما با هجوم میکنن. میگویند که فرزندان تو بسیار دانشمندن، فردا اینها ما با ضرر میکنن، ما باید اینها را کشیم. شما همین لپاتکای بلگرده بازی دیملان برای یا یراق خانه تان گرده.
حتما با سلاح اومد، با سلاح میبره. شد با چی در کار؟ آنها با بیل و کلنگ با ما زوری میکردن، خود همون مادرای تاجیک اینها رو سرنگون میکردن. فهمیده؟ من امید دارم معنی گپ فهمیده شما. بله. اینها با همین یراق و اسلحه هم مردم ما با زوری دارن. ما باید ما هم بر ضد اینها استفاده کنیم. این خیلی نمیشود. این شما گفتیتون قبول 10 سال گپ زدیم، مثلا 15 سال گپ زدیم، مردم به فهموندیم همه آماده شوند که ما برای مبادا انشاءالله رنگ مردم گرجستان، من 4-5 بار رفتم نوار کردم در بین اینا گشتم معکا. یگان خلایی که رسانید رحمانوف باید ما استفاده بریم، خاموش نیستیم. ما هم رحمانوف اگر مرد باشد مردمش رو گوش کند. بازی در گرجستان هر روز میتینگ رفت زکا برای آواز دزدیدن. فهمیده؟ بازی من این گپ اگر در تاجیکستان گویم که رحمانوف آواز دزدید، مثال با جای من یگان کسی دیگر گفت و مردکم برم با آت و اولادش هموش محکم میکنم. من اما اینجا با اتکریت میگویم که حکومت اینجا هم آوازهای دزدید، اپوزیسیون روزی نیست. میخوان که از نو انتخابات شود اکا. فهمیده؟ برای اینکه اینجا آزاد است، این گپی ما یگان اینها با نه ضرر دارد نه اینها رو یک باره میکند. مثالی گپ آزاد که هستن گپ میبرید آزاد میگوید. همشون گفتن که ما از نو میخوایم که انتخابات کنیم یا شمون با استعفا رو بیتون. آشکار گفتن اکا. حالا برادر محمد، همین بعضی صحبت‌های شما رو درباره سلاح و درباره مبارزه مسلحانه اینها میشنوم. از همه آسان‌ترین مبارزه با سلاح است. حالا بسیار همین جنگ‌هایی که در گوشه و کنار عالم شده است نشان داد که تمام گوشه و کنار فلسطین، فرض کردیم فلسطین همین روزه، تمام 4 طرفش بستگی است. یعنی تمام کشورهای ابرقدرت گویا با یک شهر جنگ کرده شده است، با یک پروینس، با یک دولت هم نه، با تمام فلسطین نه، با یک غزه، با یک همین ولایت فلسطین جنگ کرده شده است. تمام دنیا، تمام گرد اطرافش پیچوندگی سلاح یافته شده است. حتی سلاح‌های وزنین یافته شده است. خودش رو دفاع کرده است. همین گفتی که من با سلاح جنگ میکنم، همین بازار سلاح خریدار کفته گشته است. تو میری کارت رو بوت میکنی، بعد پولش رو میگیرد. تو میری کارت رو بوت میکنی، بعد پولش رو میگیرد. در همین حالا یعنی اینکه برای با سلاح جنگ کردن یگان ممانعت وجود ندارد. فقط چی نمیرسد؟ اما آدمی که اداره میکند اما آدم نمیرسد. اداره هم نه، اراده نمیرسد. بله. در ما اراده نمیرسد. همین چیز اگر در تاجیکستان شد، همین کاری که مثال گریم، یعنی مبارزه مسلحانه که در تاجیکستان شد، از همه بدش اینجاست که دوست عزیز از اداره بیرون می رود. مقصدهایی که ما داریم، مقصدهای عالی که مردم شهروند تاجیکستان دارن، یک سو میماند. نه هیچ نمیشه. نه صغیری، نه یگان نفر بزرگ دیگر، نه از این اروپا ایستاده نمیتوند مردم رو اداره کردن. و در تاجیکستان حالا نگاه کنید، در فلسطین به خاطر مثلا گریم آرمان‌های عالی، مقصدهای عالی،
مردم تیرک شدن، سلاح شدن. حالا و مبارزه برده Afgan شدن. Elgar. مبارزه برده شدن. مثلا گریم در غزه چی شده شده است؟ یعنی به نزدیکی سازمان ملل متحد گفت که برای ان همین غزه را به حالت پیش از 7 اکتبر سال 2023 آوردن. 7 اکتبر بود، بله؟ آوردن تقریبا 300 سال لازم است. اگر به همین چی یعنی اقتصادیاتی ان همون روش اقتصادیاتی پیشترش به حساب گیریم. اگر برای همین دوستی عزیز ما وقتی که جنگ مسلحانه میگوییم باید این رو هم بدونیم که از همین حالت امروزه اش در چند سال من بعد، حالا ما 30 سال باز این خیل کردی اون خیل کردی گفته امام علی رحمانوف گفته شده. حالا من یک به یک گفته میگذارم اهمیت 30 سال این خیل کرد، 30 سال این خیل کرد گفته شده. وقتی که ما در نتیجه مبارزه مسلحانه به دست میبریم با ما چند سال لازم میشود که به حالت همین روزش بعداً بیاریم. به همین حالت همین روزش بعداً بیاریم. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که دوستی عزیز برای آن که به همین چیز وارد نشویم، به همین بدبختی داخل نشویم، به ما آگاهی سیاسی نمیرسد. یعنی با مردم باید ما کار کنیم و در تاجیکستان چی میگود ایواز کردنی قدرت با همین پتریه چی میگود از دست دادنی چی کمترین باید به میان بیاید. اکنون برای این فکر لازم است. استراتژی کشیدن لازم است. شخصان حرفه‌ای جستجو کردن لازم است. از جدی این کار میبرمدگی لازم است. شخصانی که این مسئله رو در عرصه بین الملل باید بررسی کنن لازم هستند و این مسئله رو در عرصه بین الملل مطرح کردن لازم است چون که در عرصه بین الملل این مسائل رو مطرح نکردی همه دنیا میبراید تو رو میرد پخشت میکند. باید عرصه بین الملل باید به این متقاعد شود که به سیاست داخلی تاجیکستان دخالت نکند. باید به این متقاعد شود. به این کارهای دیپلماتی بردن لازم است و همه همین دیگه با هیاهو نمی شود. دوستان باید این رو درک کنن. همه این با هیاهو، با واهمه، با یک گل آدم جمع کردن و همه وای گزارش دادن که چیکار کرده ایستاده‌ای و قدمات تا کجای رفت، این مسئله ها تا کجای رفت، فلان استراتژی تا کجای رفت، همه این به همه گزارش دادن که نمی شود. کنی چیکار کرده ایستادی بگو، حاضر برایت به همه چیز رو بگوید. نمی شود دوستان. ای مورو که سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبرش باز نیامد. برای همین امروز از یکایک ما اگر ما همین چیز رو میخواهیم وقتی آن رسیدگی است که بسیار باید جدی بود. وقتی که شما یک مثلا گریم آدمی جمعیت هستید. آدمی جمعیت یعنی چی؟ آدمی جمعیت این است که در جمعیت باشی
100 پیشنهاد میکنی، در 100 پیشنهادات شاید یک پیشنهادات میگذرد یا نمیگذرد، لیکن تو قهر نمیکنی. من این خیلی گفتم، من این پیشنهاد کردم قبول نکردید، من این معلومات آوردم شما گوش نکردید، نگرفتید، متکبری کردید. این خیلی گبر نمیرد. وقتی که تو به این خلاصه اومدی تو آدم جمعیت نیستی، تو آدم جمعیت نیستی. تو 100 پیشنهاد میکنی شاید یگان پیشنهادات قبول نشود. خصوصا در حیات سیاسی همین روزه برادران ما، دوستان ما، کسانی که مثلا ملاحظه دارید تاج سر، ملاحظه دارید تاج سر، لیکن نگاه کنید یک بار مثلا درست نگاه کرده برای که در حیات سیاسی همین روزه که ما به یک حکومتی دارای ارمیه، دارای امنیت، دارای پلیس، دارای تیر و توپ و تفنگ زمانوی، دارای شریک‌های استراتژی پرقدرت و ابرقدرت سر بلند کردگی هستیم. اکنون گله و شکایت های کسان اهمیت دهید که آنها کی هستند. در همین حالت به چی صرفم میروند؟ همون آدمی که مثلا گریم گپش گوش کرده نمی شود، فکر اندیشش به این نوبت گرفته نمی شود. یک بار قد قامتش رو ببینید که کی است که گپش رو گوش نکرده ایستادند، فکر اندیشش رو نگرفته ایستادند. یک بار به قد قامتش نگاه کنید که در همین حالتی که همین شرایط سیاسی تاجیکستان که هست چه حرفی گفتن دارد و در ترازی علم معرفت سیاسی یا که به نقشه‌گیری یک برنامه‌ریزی استراتژی در همون ترازی چند وزن دارد، گپش چند وزن دارد، فکر اندیشش چند وزن دارد، علمش چند وزن دارد. این رو برکشید بعد بگوید که همین آدم قدر آدمی بزرگ زور گنرال مارشال تمامی همین چیزها رو میدوند، لیکن گپش رو هیچ کس نگرفته شد. اینطور نیست. با تک تک من شما مبارزه، با تک تک من شما مبارزه نیاز دارد، با هر یک نفر من شما مبارزه نیاز دارد، مخالفت نیاز دارد، لیکن هر یک کس در جای خودش، هر یک کس طبق فهمیش خودش، طبق دانش خودش، طبق مهارت خودش، طبق جسارت خودش، در جای خودش. از وای زیاد نه، از وای زیاد کار فرمودن نمیشود هیچ کس رو. ما خطا میکنیم. ما از هر کجا مثلا گریم چی کردیم آدمی رو که همون صلاحیت رو ندارد، همون دانش رو ندارد، به همون کار انداختیم، فقط شکست خوردیم، فقط شکست خوردیم. حالا کار رو سر نکرده طرف مقابل با خبر الکی تمامی دیوارهایش رو زدگی، تمامی قصرهایش رو ساختگی، تمام تلیسم هایش رو آماده کردگی. حالا ما کار رو سر نکردیم. چرا؟ اکثریت حالت ها ما با حیاهو داده شدیم. یک نفر حیاهو رو میتونسته باشد، داد فریاد رو میتونسته باشد، من رو میتونسته باشد، به او باور کردیم. دیگه وقتی این گذشته از دستون است. باید اخچان بود، باید سیردور بود، باید کار رو به نفره فرمود که او صلاحیت این کار رو دارد. و حالا وقتی همین آمده است، در همین حالت من همین شب روز یک مسئولیت تکنیکی فرموده موندگم. مثلا همین شب روز تمام همین برکشیده خوبه من دیده برامدن که از همین زیاد نه، یک مسئولیت تکنیکی از دست میبرم همین قدر. خدا به شکر اقلا همین قدر سهمم میرسیده است. الحمدلله. یعنی در همین حالت من یعنی سهمم رو گذاشته میتونستم. الحمدلله. یک مسئولیت تکنیکی حتی فرمال نه
چونکه شخصان با صلاحیت دیده برآمدگی هستند که شوکت محمد ماکسیموم از دست می برآمدگی کارش همین قدر است. اگر من از این زیاد از خود درک میدادم تحلیل میشد، تحقیق میشد که شوکت محمد از این زیاد در مخالفت بیشتر کارها رو میتواند، چونکه به نفر، به کادر، به شخصیت نیاز هست. که ها من جویم رو میافتم نه، در جایی که ارزش دارم همون کار رو کنم میتونم، در همون جا هستم و دیگر دوستانی که داد فریاد میکنید در همون جایی هستید که همین کار کرده میتونید، از وقت زیاد هیچ کار کرده نمیتونید، به هیچ کار شایسته نیست. ماکسیمال نیکوری از ارزش میبرآمدگیتون همون است. اگر میبرآمدید به آدم نیاز هست، به کادر نیاز هست، به فهمیش نیاز هست، به دانش نیاز هست، حتما جایتون رو میافتید، در همونجا رفته کار میکردید، همونجا میبودید. همونجا که نیستید دونید که یعنی جای شما اونجا نیست. اینطور نیست که مثلا بریم انسان های ارزنده و با معلومات و دانشمند و استراتژی دان و اینها در نوبت ایستاده اند، یعنی اونها میخواهند کار کنند در مخالفت و با آنها کار داده نشده ایستاده است. اینطور نیست دوستان عزیز. حالا یک نفر زمانه میخوان گپ بزنن. سلام علیکم و رحمت الله. زمانت بودم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اوضاع من خوب است؟ خوب است، بفرمایید. برادر من برنامه تون در نو در اومدم که این برادر توایف در همین برنامه تون بوده. برنامه تون بسیار گوش میکنم، همه برنامه همین مخالفا را، برادرانی همین مبارزه، هم پیمان، هم برنامه های محیدین کبیری، هم سلمان صدای مردم، حق و باطل، و هم برنامه های اصلاح. در اصلاح سهمگذاری هم دارم، در حق و باطل سهمگذاری کردن نه وای به فکرم دنت گذاشته طوری در وای گذاشتن شد راهش نیفتم. همین گپ داشتم برای همین برادر تقایف. برادر سلام علیکم بار دیگر. و علیکم السلام. نگاه میکنم برنامه هاتون، شما را برنامه هاتون تماشا میکنم در همین یوتیوب. به حد مردی گفتی چی که پرغرور هستین. من میخوام که در بر شما باشم، ماشاءالله یک حرکت کنیم. مثلا بسیاری برادرها را در همین مبارزه را گپ زدم که یک واتساپ ده یا که تلگرام ده گروپ تشکیل کنیم و برادرها را جمع کنیم تا که مبارزه را فقط در افیرا گپ زنیم. خیزیم رویم جمع شویم، سرجمع شویم، همه بعد مبارزه را سر کنیم. برای همین در اصلاح بسیار میخواستم که واتساپ شما را گیرم و مثال علاقه کنیم و در وای باشیم، در حرکت باشیم تا که در همه یوتیوب وای کنیم. آبشس و بدر روید من نامرم ماندگیم. هم کامنت هایی که کردید من نامرم ماندم، همونجا جواب ندادید، نمیدونم چرا. بعد شما گفتید که یعنی شما درباری من هستید. نه تنها شما، من هم تو برآمده واز دخگم نزدم. من به امروز 10-20 جوان زنگ میزنم. آزی راستی که مهم مشکلی دارم اینجا به همون برادرها برآمدن. وقتی که من برادر محیدین کبیری به مراجعت کردم 20 نفر جوان همش 25-30 سالن برآمدن زنگ زدن با من در تماس بودن، صحبت کردن، گفتن که ما قبول داریم دیگر این خیلی ما خاموش نمیستیم، ما باید سرزمین ما رو نجات دهیم. همون برادرها بله. همین وقتی که من پیشنهاد کردم که همین مهاجرا جانشان در لبشان رسیدگی است، اگر
мисол ҳамин мухолифои мо маблағ надошта бошанд, ҳамин мардум ба як ҳе гӯянд ба номи Аллоҳ ку 15 рӯз ба $1 миллион ҷамъ нашавад, туф даруд гӯем. 15 рӯз ба барои чӣ? Барои ин ки ман ҳамин бародарое ки бо ман дар тамос ҳастанд, ман фаҳмондам мушкилиам. Онҳо на мухолиф ҳастанд, на чеҳраҳошон ошкор аст. Танҳо бо ман занг задан, бовар кардан, ана мехел чиқадр ҳозир видео бо мара дида истодаям, мехел бо ман суҳбат кардан. Бачаҳои зебо, ришошон хушрӯ, ҳамаш ҷавонои тоҷик. Ман ситуатсия фаҳмондам, гуфтам бародаро, ман хеле мушкилӣ дорам. бовар мекунед давоми 2 рӯз ба ҳамин корро ҳал кардам. 2 рӯз ба аммо адвокати пулакӣ ман гирифтам, он бепул ба кор нарафт. Рости гап ҳамин бародаро дастгирӣ кардан, шахсоне ки як бор бо ман суҳбат кардан, ман дигар роҳи илоҷ надоштам. Ман ҳамон бародаро муроҷиат кардам, ҳамаш кӯмак кардан, ҳамаш дастёрӣ кардан. алҳамдулилло ман адвокат гирифтам, корро иншаллоҳ пеш рафта истодааст. акнун таваккал ба Аллоҳ чӣ гап мешавад ман намедонам. ин мардуми тоҷик ҷонаш дар лабаш расидагааст. як мухолифе ки дар ҳақиқат мехоҳад сарзамини мо наҷот ёбад, бирояд, агар маблағ надошта бошаду, агар ягон мисол буҷет надошта бошад, ҳамин мардуми тоҷик давоми ҳамин 15 рӯз хато мекунам, 1 моҳ ба кору бораша буд мекунанд. Тоҷикистон дар 1 ҳафта иншоаллоҳ раҳмон озод мешавад. барои ин ки мардум бо ман занг задан. шумо шери наред. шумо метавонед ки як бор ки ҳамхел проблемада ки ҳал кардед, ҷора илтимос алиш кунед, дига ҷо равен. ранги бародарона Суҳроби Зафарзода капидан, ранги ҳамон борен проблемада нағалтеда, илтимос ҷора алиш кунед, бо дига ҷо равен. бо биё ман вай мекунем, дастгирӣ мекунем, ягон шаҳри дига бо биравем ки дар амон бошен то ӯ рӯзе ки бародаро ҳама сарҷам шаванду мисол муборизаро сар карданшон, мекунем барвақта муборизаро сар кардан дар кор. ма аи ҳукумат ягон залалон нарасидай, масалан мекунем айрӯ ба хотире ки ҳамин 4 бародаре ки ба тӯҳмат айрӯи крокус шиштан, айрӯи ҳамин ма хун гириста истодам. мешавад ки як вақт ҳамин роликошон тамошо мекунам, гира мекунам, аз чашмон об мереза. бовар мекунед ё не? ин қадар халқи ғариб, ин қадар чӣ гапай, то чӣ дараҷара мардуми мо, миллати мо зери по шудагай, беқадр шудагай тамоман. нигаҳ мекунам ҳама ҷода беқадрай. дар ҳамин Россия умуман беқадр шуда истодагай. бародар, агар мушкили ҳуқуқӣ пешомадагӣ бошад, ҳатман биед сарҷамона кор кунем, ягон чӣ ташкил кунем. шумо дар ҷои мушкили не, аслан вақте ки дар як ҷо мушкилӣ эҷод шуд, фоида наистодан дар кор. бале, яъне фоида истодан ҳатто дар Аврупо бошед ҳам ҳамин чиза фоида истодан бисёр фоида кардагӣ нест. ҳатман не, ман медонам, ман инҷа ин дар ин бора ако гуфтаниам ки ман ҳамин кору бора ҳамаша супоридагиам. рӯзои наздик охирон ҳамин суд аниқ мешавад, ҳамин чизе гӯям, отказ кунанд, отказ. ман дигар давлат рафтанам интихоб кардагиам аллакай, барои он ки бо дигар мухолифои дигар давлатҳо ман суҳбат кардагиам. иншаллоҳ ман Европа намеравам. откровение ман мегӯям ки шумо ба ман тарафи Европа намерам бародаро. ба ҳамин хотир ман ба шумо хавотир нашавед. ҳазору садҳо нафара бурдан зиндон ба шиштен, баранд зайли ҳамло, умуман парво накунед. ман агар барам шумо акай Тағоев, як чӣ гап занем. ҳамин русҳо мегӯянд ки так нужно сделать, чтобы мысль не потерять. биёдед ҳамин Суҳроби Зафарзод рафт. масалан ӯ вақтаи давраи ӯ ҳоҷида мо набудем, дари гӯш намекардем, кай гӯш мекардем кам. вақте ки хоб аку мақсади ман ки ҳамин худтона эҳтиёт кунеду хуб бошед ки ҳамин ҷоро алиш кунед.
جور علیش کنید. توکل برادر عزیز، توکل به الله کرده گیم ما. گوش کنید، این مردم تاجیک باز چرا درک کردن که من در حقیقت این راه به برآمدگی هستم. کدام آدمی بی عقل حال دخترچه 6 ساله شده است ندیده است، میبراید این راه در خطر میگذارد خودشو، این مردم رو دعوت میکنه که رها کنند. تا حتی برادر شفقت جان گوش کنید، من همین طرفدارای رحمان رو گفتم که اگر پیشوای شما غمخوار باشد، عادل باشد، یعنی عاقل باشد، 5 نفر همین شهروندای تاجیکستان همدردی کرده باشد، یا و نواراش دسترس کنید تا من بروان کنید تا من بینم، من میرم تاجیکستان، بخشش میپرسم همین رحمانوف با خودم انتخاب میکنم که فلان سال منو زندان کنه، 1 نفر نیافتن نکن. پس اینجا معلوم میشود که اینها مردم با نه غمخوار هستن، نه این مردم رو پشتیبانی میکنن. باید ما خیزیم یک دست شویم، اینو یک بره کنیم، دیگر یگان راه نیست، جای ترس دیگر نیست. هموطنان عزیز، ان شاء الله رحمان، من امید دارم که باید که دوست وقتی که دوست مثال گپ زد، دوست گپ زنه تبروار، دشمن گپ زنه شکروار. گپای ما خفه نشوین، یک روی نکنید و جا را علیش کنید. یک کار کنید که به مقصد برسیم، صحت و سلامت به مقصدمون برسیم. ده آخی انشاءالله میرسیم. خدا خواهد این رو دستگیری میکنیم، یگون جا برآمده یگون شهر دیگر رویم، جا را علیش کنید. التماس که یک برادر کم میشه. من مثلا هر دویم هر ماه نگاه میکنیم، هر دویم نگاه میکنیم که یک برادر قپیدانو گرفتن بردن، یکی دیپورت کردن گرفتن بردن. یک کار کردن در طور که یک کس مانه کم نکرده رفته به مقصد برسیم، پسر و برادرای زندانی را خلاص کنیم و به خاطر همو برادرای مثلا این عزت امون قپیدیان یگون کسی همینجا مثال نخستن، باید خستن من در کار بود. برای هر یک فردی ملت، برای من مادر ملت، هر یک زنی ملت مادر میدونم، خردش مثال اپا و خواهر میدونم. او آدمگری میکنه نمیکنه، مثال برادرش برادر میدونم، فرزندی ملت همچون فرزندی خودم میدونم که مثال که در پاش اگر که خور میرسه دلی من میزنه. گفتی وای که مثال یگان نمیخوام که در پای یک برادرم خور زنم. برای همین شما اگر که علاج داشته باشین بیاین دستگیری میکنیم، یگان طرف بروین، جا را علیش کنید. التماس یک کس من کم نشده، جا را علیش کنید، یک روی نکنید و جا را علیش کنید. ما یک روی نکردگم برادر عزیز، من اکنون تا آخر نگاه میکنم. گفته ایستادین که توکل به خدا. خیلی آخی احتیاط هم کردن در کورای برادر زمان گوش کنید لطفا. حالا برادر محمد پرینسیپیال نه گپشون گفتن. من این برادر طوری چند سال است میشناسم، خیلی انسانی پرینسیپ نوک هستن، جدی یک مسئله به مناسبت میکنن. وقتی گفتن من نتیجه محکمه رو میپایم، این گپ جدی است و اینو جدی قبول کردن در کار و مینیمم بعد از محکمه گپ زدن در کار است، بعد از شنیدن نتیجه محکمه. حالا محمود شریپوف رو گوش میکنیم، یعنی چی میگفته باشم. محمود شریپوف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. محمد جان، شوکت جان، سلیم جان نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله برادران. اول ملت باید بیدار کرد، حسیات غلامیش از سرش دور کردنش در کار. بله. وقتی که این ملت در سر حسیات غلامی هست، ما یگان پیش رفتنمو خیلی خیلی طول میکشه. بله. من میخوام که ما یک ایدئولوژی مخالفین داشته باشیم. حالا ملت نپخته است، نرسیده است. انا حاضر محمد جان هم گوش کردم، همه بچه ها همه کسا گپی راست زدین.
لیکن نباید از فکر برآورد که حکومت یک حکومتی چهارم دستش به ضبط کردگی این رسانه. بله. حالا همه میدونند که جهانی رسانه‌ای شدگی. ما در این چیگم سمت خیلی سست هستیم. خیلی سست هستیم. برای که برادرای کم داریم و مردم همصحبت میشن، برنامه میکنن و برنامه‌ای که تا همین شهروندان دستگیری نکند ما پیش رفته نمیتونیم. برای همین قدر از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکنم که از سر حسیات غلامی دور کنند. و همه معلوم حاضر در همین روسیه عذاب میتن، شکنجه میکنن. اخبار عامه تاجیکستان خفه برای چی؟ برای رحمانوف کار میکنه، برای روسیه کار میکنه. اگر آزاد میشد حال حق حقوق شهرونداش طلب میکرد. از سفارت سر کرد تا بلاگیرش خب فقط فکری همین گپی راست دروغ میزنن و دیگه یگان فکری ملت نمیکنن. برای همون قدر من میدونم حاضر نو جوانای نو خونش جوشته شده است، میخواد تیز به دست بیارد. لیکن ما تا سرجم نشویم یک تا راه هست همین که با همین تیری تفنگ همین حکومت ما باید همین حکومت شکست کنیم. شکست دادن ما در کار. کدام تیری تفنگ؟ همون اگر ما همین مردم با یک پا میخیزد و با همین رشوه ستانی و رشوه خوری و مبارزه با پاره خوره ها مبارزه کنیم، برای اینکه قانون برای ما اجازه داده است. اگر صفی همین رحمانوف دوزداش ما چند قدر کم کنیم، رحمانوف خودش بیگان کس میماند، نابود میشد میره. حالی ما فقط رحمانوف که مبارزه میبریم، این حرام خورو چاپلوس و حکومت داره و حکومت و مقامات قدرتیش خورده کیف کرده گشته است. چه کنه همین یک برده همین نان همین مردم بیچاره قشق عدنش گیرد و خوره. برای رحمانوف همیشه حکومت لازم، همیشه حکومت لازم، همیشه مقامات لازم. لیکن ما باید همین مقامات که با مبارزه بردن ما در برای همون قدر از همه خواهش حسیات غلامی اعماد از خود دور کنیم. برادران نباید ما خودمون در آب گیریم علاف پرتویم. انشاءالله روزش میرسه. مردم بیدار شده است. کم بسیار رفته شدیم. حاضر ما سمت خوب رفته شدیم. برای همون قدر یگانه کار همین که حرکت کردن نکن، سخن گفتن نتونی، عقل مبلغ نه باشد همون عقل همون گر لحد همون یک تا لایک ممکن دیگری هم عقل گوش کنه، دیگری هم شنوه. برای چی که اگر ما خپ بودم فقط رنگ میبخشد شو تماشا کنیم و دو دهان گپ زنیم و همین که دریم خفا مویگردونیم خواب کنیم، این یگان ما پیش رفتن ما دشوار است. با وجود همه حکومت رحمانوف از همین مخالفین خیلی ترسان شدگی. برای چی؟ برای آنکه در همه سمت فقط حقیقت گپ میزنه، اون چی که هست گپ میزنه. این حکومت روس میکند، مخالفین سخن میکند. دیگه باقی سلامت باشید. اگر نود یگان سوال باشد من جواب میتم. شوکت جان زنده باشید. من فقط یک سوال داشتم به شما وابسته به موضوع همین روزه. آوازم هست یا نه؟ صداتون هست؟ شما صدای من رو میشنوید؟ خیلی دیگه سلامت باشید برادرم. صدای من هست در شما میشنوید محمد صدای من رو؟ صدای شما هست اکو. اکی محمود شریپوف صدای من رو میشنوید؟ اون که از به فکرم خوری شدن. نه هستند و میکروفونشون کشتن. حالا همین سوال من به همه هست، کسی خواهد وارد شود جواب دهد. یعنی یک فرد شهروند کشور است، مثلا شهروند تاجیکستان است،
تصورات او از زندگی ارزنده، از زندگی با سعادت، از زندگی سربلندانه چی است؟ من همین را میخواستم از مردم بپرسم. حاجی اکرم بفرمایید، گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و آقای برکاته. شوکت روز سلامتون هست. محمد زنده جان باشید. شما روز سلامتون هست، همه تینج، سلامتون صحت. الحمدلله دعا میکنم خوبم برادر عزیز شکرانه الله ما خداوند حس کند همه ما و پروردگار با نیتای نیک رساند. ما همین سوال شما آقای شوکت نفهمیدم اولش. حالا میگیم مثلا گریم مثلا طرفداران حکومت میگن در تاجیکستان همه چیز خوب است، همه چیز به درجه عالی است، یا اینکه ما میگیم نه خوب نیست بد است. به همین یک سوال باید جواب یابیم. زندگی سربلندانه یعنی چی؟ در زندگی سربلندانه باید چه ها تامین باشد؟ ما چی داشته باشیم که اون رو بنامیم زندگی سربلندانه، زندگی ارزنده؟ سبحان الله. با ما زندگی ارزنده این اولین درجه آزادی است برای هر یک انسان. اولین درجه آزادی است. بعد ما باید زندگی کنیم که همه چی بر رسیم چیه که خواهیم، با قدر مهنت، با قدری که مثال پیرانسالی میشیم، در اون وقت خوری نبینیم، نزد اهل بیت باشیم، عمر ما فقط برای یک تکه نان مثل سگ از پس یک تکه نان نگردیم. زبان باید گپ زنیم، حق باید گپ زنیم، حق از باطل باید جدا کنیم. آزادی همین است. لیکن حالتی که در ماست حاضر در تاجیکستان، این با فکرم که از دوره فیودالی اگر اصل 18 بود اونم بدتر است. نه حقوق گپ زدن داریم، نه یک علم خوب گرفتن داریم. کجایی که روی ملت تاجیک همچون تروریست اکستریمیست شناخته میشه. با ما فرق نیست که کی هستیم چی هستیم، لیکن ملت تاجیک این گفتی چیزی که در روسیه میگن این اسکاربلینی است. بله. این چیزی که ویان میگن برای ویان فقط خوب است، برای یک اویله خوب است. این حق اصل این چیز نیست. خلق ما مثل چه بگم شما با یک رنگی که یک بیناموس شدگی زنهای ما را میبینید حالشون انسان به آب اشک، اگر کمک حسیات انسانگری باشد به اشک اینای دیده نمیشه. ما یک قدم خواهد تأخیر میکند، قدم خواهد پس میزند. تربیه خلق فقط مثل یک سگ از پس یک تکه نان، دیگر چیزی نیست. فقط همه جا تأخیر است. تاجیک بودن این رنگی که یک شرمنده بودن است. تشکر زیاد برادر عزیز، تشکر زیاد. پیش از اون که به برادر عبدالله سخن تیم، یک نفر با نام موسفید وارد شدگان، شاید واقعا هم موسفید باشند. آقای شوکت منم همین سوال شما با جواب میخوام دیم. بعد برادر عبدالله گفتم. بله همین موسفید گوش کنیم، بعد شما بعد عبدالله. بسیار خوب. عبدالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه ها من یک موسفید که تمام حیات گذشته آمدم، از دوره سویتی تا همین دوره. پیش از همه من از دین مسلمانی گپ زنم. باید که هر یک فرد مسلمان وجدان اساسی داشته باشد که در نزد الله جوابگر باشد، دروغگو نباشد و بیهوده صرف روز نکند و مصارف هم بیهوده نکرد و وی مصارف هم نخورد از آدم ها به مزد مهنت زندگی نکند.
من از دوره سویتی شما با گپ میزنم. در دوره سویتی اتئیست ها بودند که فرزندهای ملاها بودند. برای وظیفه بسیار چیزهای من شما با انیق شده میتیم. بعضی فرزندهای ملاهای کلان بودند که اتئیسم علمی نوشتند برای گرفتن وظیفه. بعد دوره که دولت سویتی من همین میخائیل سرگیویچ گورباچوف پرسترویکا را نویست، 3,600,000 نفر تاریخ نگاری تمام دولت سویتی چشم پوشید به غایه های ولادیمیر ایلیچ لنین. در توم 36 نوشتگی است که اگر شهد دولت سویتی را چشند و تیز باز میگردند به ساخت سوسیالیستی گفته بود. از سبب ترسانچک بودند باز نگشتند، دولت سویتی را ویران کردند. لیکن در گپ در سری این نیست. پیش از این اگر من بسیار گپ زنم بسیار گپ‌های کهنه را هم میزنم. دوره باسمچی این مردمی بودند که برای کلبه خودشون، برای فرهنگ خودشون، برای فرزندهای خودشون، برای عرف عادت خودشون مبارزه می‌بردند. در مدرسه هایی که در دوره های پادشاهی بود در همونجا هم علم آموختند، علم فیزیکا و متماتیک و از همه پیشتر در تاجیکستان. انا همین چیزها تاجیک یک خلق قدیمترین بابرو بود که انا امروز آمده در این دوره تمام آبرو رو ما از دست دادیم. ما نگاه کنید فرزندهای ما چقدر جبر میکشند برای یک برد نون. من شما میگم در همین روسیه در دپوستیم پنسیونرها برای 1,000 سومی و پنسیه ما همراه کرده میتیم گفتن فرزندهای خودشون به 5 سال به غلامی فروختن. مرده رفت همون کمپیرهایی که دستگیری کرد همین رفرم پنسیون رفرم را، پنسیه هم نگرفت، مرده رفت، لیکن به غلامی فروختن 5 سال. گپ در سری پنسیه هم نیست. پنسیه من میگم همین 12 سومه وقتی که در تمام دولت سویتی برآمد بعضی مسلمان هایی که وجدان داشتن گفتند که آینده فرزندهای ما صدقه خور میشه. شما نگاه کنید تمام جهان فرزندهای بی پدر، یکم بی پدر صدقه خور حکومت ها را به دست گرفتند برای آنکه آنها به همین نان حرام کلان شدگان حرکت میکنند با نان حرام خورند. در تمام تاجیکستان اگر نگاه کنید کارکنای امنیت پاره خورند و یا فکر میکنند که اشکمشان امروز سیر، لیکن آینده جوابگرند در نزد خدا، خطا نکنند. در نزد بنده نباشد، در نزد خدا دعواگری اول آن شخصی که از وی جبر دیده است خدا بخشنده. لیکن شما سوم یک کسی خورده باشید در نزد خدا وی میگوید که برای چی این آن جبری که به من کرد تو اینا حمایت میکنی. دعواگری اساسی آن شخصی که سومش خوردی، جبر کردی، مالش کشیدی گرفتی، امروز اشکمت سیر بودن به وی نکن. امروز به پدرها همین خیل در سری حکومت نظارت میکنند، فردا با پدرها میآیند، با آن انسان حلال به حاکمیت میآید. فرزندهای خودی انا همون آدم هایی که جبر کردن عیناً همین تاریخ یک بار به پایان از کوه پایان میفرویند، بعد با کوه به خانه پشت میبرویند.
کم چرخ کم فلک. میروند. چرخ فلک برای انا همین احتیاج کردنش در کار. لیکن این سیاستی که شما پیش برده استادید، من یکم به شما قایلم، چونکه هر یک شخصی که من شعر نرم میگوید، آوازش در درونش با پنهانی برده پاره میتید برای خلاص خوردن خودش، برای خلاص خوردن فرزندش، برای که در پیش خدا نترسید و از همین یک سربور ترسید، قربان نشد، لیکن پول خود را قربان کرد. در این حساب نه، به همون شما سببگارید. تمام همین پاره دادگی آموزاندید که پاره گرفتن ممکن هست، لیکن گدایی کردن ممکن به یک اشکم سری. شما نگاه کنید، شما شوکت از خوجند میشید، همون بازار پنجشنبه به همه تاقشه مونده میشند، دعا میخوند، لیکن من به تی نمیگوید. حاضر کیسه تون در آمده، امنیت کارکنی میلیسه اول کیسه شما تارمار میکند. این از گدایی بدتر دزدی میکند. از انا همین روزا خدا نگه دارد فرزندهای مویا، فرزندهای من لیست، من خودم میگم خیلی شوکت شما در یک گفتارتون گفتید که به من یک زنگ نمیزند اهل اولادم. برای چی؟ برای آنکه از خدا نمیترسد، از یک بنده میترسد که احوال شما نمیپرسد. یک مایدگی نانی که به زمین غلطید باید که ما احتیاج کنیم. از نان با به قدرش انسان، ما باید انسان قدر کنیم، مهنت انسان قدر کنیم. روش در عالم همه عقل هوش ندارند. در مابین عقل هوش داشته ها با بی عقلا هستند که عقل دارها باید راهبری کنند. لیکن تمام بی عقلا را برده ما در محبوس کنیم، گویم که این بی عقل همین کار کرد، این تروریست گویم، این دیگر بلای بدتر گویم، خودی ما بی عقلیم. در تاجیکستان عیناً حاضر انا همین چیز محبوس خانه برای آن آدم هایی که حقیقتاً به جمعیت یگان چی خطرناک دارند، یعنی اینکه یگان کسی میکشند یا یگان جا به سوختار گرفتار میکنند. لیکن برای یک لایک یا برای سخنی روی خدا را گپ زدن به تمام، من لعنت به تمام همین مسجد به داملاگی میکردگی، داملاهای تاجیک اکثریت بسیاریش در نزد خدا میخوانم که برای چی شما خسته در مسجد نمیگوید که آخر برادرها از روی خدا ما رفتار بود. تمام کمیتیت های محل برگدیر باید که از خورد از پایان به جا مونده شود که حقیقت امین رفته بیمار شود، بیمار خبر میگیرد، پیش از کارش پرسیدن از حالش خبر میگیرد که این کارگری من به چی شد، چی علم زد، وای به پاش چی کار زد، در خونش چی کمی هست. انا همین خیلی آدم ها باید که سردار باشد، سرکار باشد. انا حاضر همین کارش ما کرسودگی به مخالفت اساسی ترس مردم از بنده، نه اینکه از خدا، نه اینکه از دیگر یگان مال دنیا. مال دنیاتون همتون بای میتید. کی بای میتید؟ من میگویم من اولاد امیر عالم خان، من اولاد امیر عالم خان. امیر عالم خان هم همین تمام تخت مال ملکش ماند و رفت، لیکن در سن پتربورگ مسجد شدگی در بالای مسجد نوشته شده که بر این عالم من آمدم ستونی همین عالم نمیشم، رد عقل در همین چی مرا دعا کنید. امیر عالم خان ما بسیار
шахси бад мегӯем. дар бораи Насриддин Афандӣ мо гап задагем. Насриддин Афандӣ ҳамсинни сол буд. дар ҳақиқат Насриддин Афандӣ дар болои Амир Олимхон ҷабр мекард. Лекин вай ҳеҷ ягон маротиба Насриддин Афандия ҷабр кардагӣ не. Вай ширинком буд, вай профессор буд. Насриддин Афандӣ дар ҳақиқат ин ҳақиқати ҳол он чизе ки вуҷуд дорад. То муҳри подшогиша кашида гирифт Насриддин Афандӣ, гуфт ки дидӣ агар ту гурусна монӣ ба як бурда нон зор шавӣ ба чашми ту олам наменумад. барои ана ҳамин дар пештара шумо нигоҳ кунед, Амир Олимхон дар масҷид рафта қадри мардум намоз мехонд. ин ҳозир корое ки мо карсонем дар Тоҷикистон бояд демократия бошад. Якум майли касе ки рақс мекунад рақс кунад, касе ки чӣ мекунад намоз мехонад намозша хонад. Намоз хондан шарт ва ман ҳеҷ каса маҷбурӣ ба намоз даъват намекунам. ба рақс кунӣ ман мегӯям ки аз ин кора ҳамин намоз хонӣ ту фоида мекунӣ. Ин гапа мегӯям. лекин ин христиан, ин бутпараст, ин дигар, ин будик, ин говсивор гуфтани гапҳо дар ман нест. шумо ҳамин чиза фаҳмед ки дар Тоҷикистон бояд ки илм ба пеш равад. илм якумин илми ҷаҳон ин дини мусулмон аст. якумин китоби калон ин Қуръон аст. Қуръон ин дастур аст, ин устав аст. аз рӯи устав бояд ки вай кунем. имрӯз мо устави тамоми халқи мардума гирифта ба таги курсии худо мо менавишта бошем, мо ба пеш намеравем. ва ҳамин оянда ба гӯши фарзандҳо расонда шавад ки қонуни ҷамъиятро он шахсе ки беҳуда ба нафъи худиш истифода мебарад, вай одам дар амал набояд ки бошад. ҳозир дар асри 21 ана ҳамин хеле ки гап засодем, тамоми инсон метавонад дар парламент жалоб кунад, агар дуруғу ростӣ ҳамина бароранд, агар дуруғ бошад вая гиранд ҷарима кунанд ва чӣ кунанд. Не агар дар ҳақиқат рост гап зада бошад ки кумитаи допустим районӣ ҳамин хел дар ҳаққи вай як ноҳаққӣ кор кардааст, ё як паспорт ҷарима карданд ё дигар ноҳақ вай карданд, ҳамин коргаро дар ҷош бо мегӯянд ки як Имомалӣ аз ҳама ин корҳо хабардор не. хабардор набошад барояд равад. як инсоне ки хабардор шуданӣ аз аҳволи ҷамъият дар давраи ҳамин Амир Олимхон ясаулҳо рафта хабар меовард ки дар бораи вай чӣ гуфтодааст. номи фалончиро намеоварданд ки вай Амир Олимхонро ганда кард. дар бораи аҳволи зиндагии мардум хабар меоварданд ки ана ҳамон чиба ҳақиқатан аҳволи зиндагиш бад, хироҷ додан наметавонад, ҳақиқат дар ҳамин чӣ гандум нарӯед ё дигар балои бадтар. анин хабарҳое меоварданд. лекин одамфурӯшӣ надӯд. якум барои шумо мишат мекардагӣ ин шайтон ин бӯзҳо суммоти шайтон доранд. сумми шайтон дар ана ҳамин бӯз ҳаст. ҳамин бӯзҳора дар дурни хонатон аз дурни оила бояд ки нобуд карда шавад. ҳамин бӯзҳо дар ҷамъиятҳо одамфурӯшӣ мекунанд. сири хонаро ба кӯча як келин карда бошаду омада дурни хонатон ба даромада имрӯз ин пара равад ҳар гап гӯяд пага вай пара. шумо ҳамин як чизе фикр кунед. Шавкат шумо ман нағз шинохтан хоҳед мешиносед. ман як чизе мегӯям. як мусафеде буданд дар ҳамин қишлоқи шумо. агар бовар кунед дар назди зани хонашон
بادی بدشون سر دادگی نبودن. بی طهارت خواب رفتن نمی شود. طهارت میکنید خواب میرید، خوابتون که برد بعد شما به طهارتید. وقتی که بیدار شدید حتما طهارتتون میشکند، رفته طهارت میکنید. برای انا همین این مردم در پیش کودکش بادی بدش سرد میتید و خودش دانا میشمارد. دین مسلمان اینه رد میکنه. شما اینه نقص فهمید. اول فرزند تربیت برای کردن در نزد فرزند شما بادی بدتون سرد نتید. در نزد فرزند دزدی نکنید. شما از دزدی کردگیتون به فرزندتون اومده نگوید که من راهبری فلان جمعیت فلان قدر پاره خوردم، این پولای من جمع کردگی که تو مکتب خوندی گفته تهدیه هم نکنید. فرزند تربیه کردن نتونستید. در تاجیکستان یگان همین پروفسورهایی که بچه من در 3 تا دانشگاه درس میدم، من راضی نیستم. من راضی نیستم از فرزند خودم که در 3 دانشگاه درس میدهد لیکن علمی میدادگی خودش برای همون سزاوار نیست. دانش کلی ندارد. باور میکنید؟ دانش کلی ندارد. من روی راست گفتم. من از یگان چی شرم نکرده از خدا شرم میدارم فقط. فهمیدید؟ که همین خیلی به وایه رسید. به اطراف دیده محیط تربیه کننده فرزند. اول محیط تازه کردن. آن شخصانی که من اکنون به شما نه، به آن شخصانی روبه دکونه بوز میگویم که شما کور نیستید. انا همین بچه هایی که مخالف گفتید یگان کارچه داشتن یا نداشتن، شما بردید پشت پنجره محکم کردید، دیدید، به چشمتون دیدید. آنها قطره خون فرزند انسان. شما ظالمید که با ظالم ها را دستگیری میکنید. شما باید که خیزید. همین روز شما در ایرپورت میفروید، شما 5 سوم ته میگه 5 سوم میتید، بیا گوشم تین شود من 5 سوم دو جواب میتید. برای همین 5 سوم فردا جواب حتمی میتید. برای اون که شما دزده برای بای شدنیش با از یک کسی دیگر پرسیدن راه نشان دادید. از این حتما خبردار باشه. چاپروس ها گفته برای انا چاپروس نه، شیطان سوم ها میگویند اینها را. اینها ستنه میگویند. وقتی که همین از بطولکه جین در سر دادن، انا همین چیز در بدن آدم شیشت، در خون آدم شیشت. هر یک چیز باید که ما به ترازو برکشیم، بینیم. سلامت باشید اکو، سلامت باشید، زنده باشید. تشکر می شود همه همین چیهای شما می شود. فقط حرکت کنید بر وقتتر همین چیز به پیش رود. سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشید، سلامت باشید. خب برادر محمد چیزی گفتنی بودید، بعد عبدالله گوش میکنیم. عبدالله خیلی برادر عبدالله السلام علیکم، امیدوارم خوب هستید. من همین سوال شما با جواب دادنی هستم که شما گفتید چقدر زندگی سربلندانه کردن در حال، درست؟ آواز میرود؟ بله آواز. زندگی سربلندانه اکو در وطن تاجیکستان باید در نزد پدر و مادر و زن و فرزند باشد. انا همین زندگی سربلندانه میگویم. برای همین شاعر گفته است که وطن مادر غم پروری ما، رحم کن بر دل و چشم تری ما. تا بکای دور ز خاکت میریم، آه ما تاجیک بی تقدیریم. تنها تاجیکستان به ما و شما میغنجیم. خواه امریکا روی، خواه اروپا روی، خواه افریقا روی، خواه میلیارد دلار پول کار کنی، تنها خاک وطن ما و شما سود میکند. این رو فراموش نکنی هموطنان عزیز. باید ما رویم همه کسا این یک توده اف باشه که در طول 33 سال فقط کوتره
سرزمین کوچکی ما رو فروختن. این مردم با پروا ندارن. امامای رحمانوف میروند در نزد هیکل مادرشان گریه میکنن. صدها هزار مادر تاجیک در بدر و خاک بسر نوگ پای ارتشی پوتین در کنج دیوالا رنگ یک صغیره ها شدن. آنها رو دیده عقل آبی چشم نمیکند. پس اینجا معلوم میشود که رحمانوف بوی نبرده است که مهر مادر و دوستداری مادر چیست. به همین خاطر هموطنان عزیز، همه کسا به وطن، انشاءالله رحمان پیروزی نزدیک است. الله مهربان با ماست. خصوص همین که الله با ما هست، نه چاپلوس های، نه رحمانوف، نه دیگرها. همین بود که شوکت جان، شما به برای کار الله حفظتان کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خب آوازتان نیست. برادر عبدالله آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و شما برکاته. بخیر. که صحبت‌های شما شده بودیم انشاءالله. سلامت باشید، سربلند باشید. این مسئله نقشه هر یک شهروند تاجیکستان در روند سیاسی، تاثیر اون بر رشد و حقوق انسان کمی میخواستم نظر خود بیان کنم. البته وقتی که مردم تاجیکستان بیدار فکر میشوند، باید این از جانب کلان که نه که شخص های الهیده، بلکه خود دولت تاجیکستان این مردم چیکار کند؟ جلب کند، دعوت کند که مردم چیکار کنند؟ به همون سیاست داخلی، سیاست بیرونی تاجیکستان، سازشنامه های تاجیکستان بین کشورهای همسایه و دیگر دولت ها باید توجه خود را چیکار کند؟ به همین طرف، به همین سمت نگران کند. باید کودکان چیز کند؟ از مکتب باید تعلیم داده شود، تعلیم سیاسی. برای چی؟ برای آنکه هر یک نفری که خود رو می‌حسابد رئیس دولت یا که ملت دوست، وطن دوست، باید چیکار کند؟ کاری که عملی میکند برای آینده ملتش، آینده دولتش، آینده مردمش، این مردمی جوان یا کودکانی که در همون دولت تولد شدن، اونها رو همچون بیدار فکر، انسان‌های زنده تربیت کردن. البته این زنده تربیت کردن و دیدگاه اونها رو وسیع کردن هم در سیاست گویم که منطقوی و گلوبالی فقط از جانبی گویم که دولت کرده می شود، نه اینکه از جانبی شخص‌های الهیده. خیلی که ما در امروز در دولت‌های رشد کرده می‌بینیم، در همین جا حتی که چی دین شناسی هست، سیاست شناسی هست، با کودکانی که ممکن صنف‌های هفتم، هشتم می‌خوانند، چی است؟ با اونها تعلیم داده می شود، یا که بعد از صنف 5 هر خیل است. برای چی؟ برای آنکه کودک‌ها وقتی که به بلاغت میرسند، اوشون میدونن که دین اسلام چی است، دین نصرانی چی است، دین یهودی چی است، سیاست منطقوی چی است، سیاست گلوبالی چی است. لیکن ما می‌بینیم که در تاجیکستان این گونه نیست و مردم از سیاست خیلی دور است. مردم سیاست را گویا که خود دشمن خودشون می‌حسابند و این با سیاست مشغول شدن گویا که کاری یک توده نفرها هست، کلی همه مردم نیست. یا گویا که یک برنده میگن که انتخاب شده، نفرهای انتخاب شده که الله با اونها قدرت داده است و دیگر همه را چیکار کرده است؟ کار و کور و دیوانه گردانده است. نه، البته سیاست این چی است؟ کاری کلی مردم است. مردم باید که سیاستمدارها را نظارت کنند و از برای همین امروزه مشکلات هایی که در داخل تاجیکستان هست و اون سازشنامه هایی که تاجیکستان بین دیگر دولت ها میکند، البته این تاثیراتش امروز نه و فردا بالای این مردم آمده میرسد. امروز بسیارها اگر که گوییم از وقتی که از کلمه دموکراتیا وقتی که استفاده میکنن، میگن که کلمه یونانی قدیم، که در حقیقت در وقتی همون دولتی گویم که حاکمیت یونان قدیم 3000 سال پیش، 3000 تقریبا سال پیش، در همون وقت مردم آزاد، غلام نه، یک مردم آزاد در یک میدان ها جمع شدن
و حل و مشکلات هایی که در همون دولتشان بود اون حل میکردن. مشکلات مسئله های مهمی دولت در همون جا حل میکردن. امروز از برای همین 3000 سال پیش سال گذشته است. امروز ممکن 3000 نه تقریبا 3000 از عصر ما. امروز اگر که 3000 یا بعضی چیز 3000 آخرهای 3000 پیش از عصر میلادی یا که آغازهای 2000 سالی پیش از عصر میلادی میگن تقریبا 4000 سال بوده است. 4000 یا 5000 سال. لیکن 4000 یا 5000 سال گذشته باشد امروز از همون آزادی مردم یونان امروز در چی در زبانهای مردم یا که از نفرهای تاریخ شناس یا که سیاست شناس میشنویم. لیکن 5000 سال شده باشد به اون آزادی مردم یونان امروز حالا هم مردمی ما آزاد نشده. مشکلات جامعه مشکلات مردمی که در تاجیکستان هست اون مشکلات خود نمی‌حسابند. برای چی؟ برای اینکه از سیاست دور هستند. یک چیزی که هست که در آلمان سال 2010 شده بود این خورست کیولر گفتگی یک پرزیدنت یک سوال میتاد یک ژورنالیست سوال میتاد که برای چی خورست کیولر برای چی ارتشی همین آلمان در افغانستان حضور دارد در اونجا ما با افغان ها مشکلات نداریم برای چی ارتش ما در اونجا هست برای چی در اون جنگ اشتراک میکند بعد همون پرزیدنت میگه که اگر که با افغانستان هم مشکلات نداشته باشیم ما میگه یک در همین وقتی که در جنگ ها ارتش های ما اشتراک میکنند یک منفعت اقتصادی ما داریم میگه از همین گپ از همین کلمه ای که منفعت اقتصادی مردم آلمان میخزن میگه که تو چی آلمان اینقدر ضعیف گفته ایستاده ای که هر جایی که جنگ شود لشکرش هم میفرستد از اونجا گویم که چای منفعت اقتصادی بجوید بعد از این چیکار میکند همین پرزیدنت کلا وظیفه‌اش ترک میکند و به استعفا میرود دوم کریستیان وولف گفتگی یک پرزیدنت سال بعد از این سال 2010 پرزیدنت میشود تا سال 2012 در همین در داخل آلمان یک رفیق داشته است رفیقی در حقیقت میلیاردر چند مهمانخانه هایی که وای او چی شده است رفت از زندگی کرده است یا خوب کرده است پولی همون مهمانخانه را همون رفیقش داده است از همین حساب وقتی که رسانه‌ای شده بود مرد چیکار کرد البته همون وکالتش ماند و وظیفه را ترک کرد امروز ما میبینیم که چندین سازشنامه هایی هست که بین تاجیکستان و دیگر دولت ها شده است این به منفعت مردم تاجیک نیست حتی که برقی که امروز زمستان شده است برق نداریم لیکن دیگر دولت ها برق دارن این به منفعت ما نیست امروز البته که مردم در میدان های کلان جمع شده یگان قرار قبول کرده نمیتواند لیکن امروز پارلمانت هست پارلمان از جانب مردم انتخاب کرده میشود باید که نظریات و گویم که مشکلات مردم باید که در پارلمان برای گویم که حل مشکلات مردم قانون ها برآورده شود نه اینکه ضد مردم وقتی که قانون ها وقتی که ضد مردم میبراید وقتی که این دپوتات ها رو مردم انتخاب میکند باید که مردم چیکار کند از اون دپوتات ها ناراضگی خود را بیان کند استعفای این دپوتات ها رو طلب کند و اون حق حقوقی که در اونها هست طبق همون کانستیتوسیا طبق دیگر ماده ها باید اون چیکار کند مردم با اون چیز رعایت کند و از حکومتی که از جانب مردم انتخاب شده است حقوق خودشان رو چیکار کنند طلب کنند لیکن ما ببینیم که از حسابی که از سیاست دور بودن مردم این چیز طلب کردن نمیتونن باز یک چیزی که هست که نگاه کنید که وقتی که سال 2021 خطا نکنم طالبان بالای قدرت آمد همه قرغیز ها رفتن چپان باشاندن ازبک ها رفتن چپان باشاندن ترکمن ها یکم قبول کردن قزاق ها قبول کردن تاجیکستان اونها را دشمن گفت حالا اینکه از نقطه نظر سیاسی این کاری از همه خطایی که کرد فقط تاجیکستان کرد لیکن تاجیکستان عکس این کار کرده میتونست که یکم رفته چیکار کند با اونها ملاقات کند امروز چندین سازشنامه ها هست بین افغانستان یا که پاکستان یا که هندوستان با روسیه یا با چین یا که راههایی که گاز برق
нафт ҳар чизе ки ҳаст бо воситаи ҳатто ки чин роҳҳои сохта истодааст ки аз қирғизистон ба ӯзбекистон, аз ӯзбекистон вориди афғонистон ба чӣ ба покистону ҳиндустон. ҳамин гуна туркманистон ҳам ҳамин гуна карда истодааст. имрӯз русия мехоҳад аз беларусия, русия аз русия қазоқистон, аз қазоқистон ӯзбекистон вориди афғонистон, баъдин покистону чӣ ҳиндустон. ин роҳҳо ҳамаш чӣ мешуд? метавонист ки тоҷикистон бо ҳамун роҳҳоро ба минтақаи худаш гирад. миллиардҳо ба буҷаи тоҷикистон фоида меомад. аз ҳисобе ки мардум аз сиёсат ки дур ҳастанд, вақте ки ҳукумат кулан ягона Раҳмонов гунаҳкор нест. боз мегӯям ҳамун нафарҳое ки дар гирду атрофи Раҳмонов лаганбардори бадбахте ки шикампарвар ҳастанд, унҳо бисёртар гунаҳкор унҳо ҳастанд ки барои чӣ гапа унҳо мебаранд ба Раҳмонов мерасонанд. унҳо қонунҳоро ба Раҳмонов мегӯяд ки шумо президент ҳастед, шумо ҷаноби олӣ ҳастед, падари миллат ҳастед, ҳар чиз ҳастед, ана ин аст ба манфиати мардум гуфта унҳо пешниҳод мекунанд. садҳо олимҳо ҳаст, садҳо маслиҳатчиҳо ҳаст. ин гӯям ки асосан ана ин нафарҳо ҳаст ки зери парда ҳастанд. инҳо гуноҳи калон ёки ролҳои калонро боз мекунанд ки ҳар қонунҳое ки ҳаст зидди мардуми тоҷик нест. ва баъдин боз як чизе ки ҳаст ки дар ду баромадаш Раҳмонов гуфт ки бояд ки ҷавонон гуфта ман кӯдаконе ки дар мактаб мехонанд ва нафарҳое ки дар донишгоҳҳои олии тоҷикистон мехонанд, унҳо барои пешвози раисҳои ҷумҳур, депутатҳо ва дигар нафарҳо набароянд. куллан набароянд унҳо. барои чӣ? барои он ки унҳо бояд хонанд гуфт. унҳо бояд хонанд гуфт. лекин масъала ин аст ки як дақиқа бахшиш. масъала ин аст ки ин дар ҳақиқат ана ин амалҳо нодуруст аст. агар ки талаба як рӯз аз дарс монад, аз дигар талаба як рӯз ақиб мемонад. лекин талабаҳои мо чӣ моҳҳо барои наврӯзу соли наву иди садаву ҳар чизу иди кадуву чӣ тайёрӣ мебинанд. гӯё ки ба донишгоҳи олӣ барои инженер шудан ё ки доктор шудан, барои профессор шудан нарафтанд онҳо. як дақиқа бахшиш. бахшиш зиёд. духтарчам инҷо омад шод барои ки аз барои ҳамин он нафарҳое ки мактаб хондан 10 сол 11 сол баъд рафтан ба донишгоҳ, барои гӯям ки рақс кардан, раққоса шудан нарафтанд онҳо. барои марш кардан, солдат шудан нарафтанд онҳо. барои пешвоз гирифтани гӯям ки раису депутату министр нарафтанд онҳо. албатта барои хондан рафтанд. вақте ки мо ин ҷавонҳоро аз мактабу аз мадрасаву аз донишгоҳҳои олӣ мегирем, моҳҳо унҳо чиҳо мекунанд? тамринҳо мекунанд барои як рӯз. медонед чанд қадар зарба барои ояндаи худи миллат, худи давлат. баъдин мо мегӯем ки мо ягон чӣ надорем, як нафари масъулиятбардор ё ки кадрҳои хуб надорем. кадр аз куҷо шавад? вақте ки мо ба кадрҳо ё ки ба ҳамун талабаҳо ё ки фарзандони ин миллат як шароити барои хондан, барои рушд, шароити дуруст сохта дода наметавонем. ва вақте ки ин гапа гуфт Раҳмонов, гуфт ки бояд ки ин кӯдакон набароянд, мардум чӣ кор карданд? аз Раҳмонов, аз парлумон талаб карданд ки ин чиз дар қонун ворид карда шавад. талаб карданд, талаб накарданд. гуфтанд Раҳмонов ин гап сухани беҳтарина гуфт. хуб, бале, дуруст аст, сухани дуруста гуфт. бояд ин корҳо нашавад. талабаҳо бояд мактаб хонанд. барои чӣ? ояндаи ҷомеа, ояндаи давлат, ояндаи миллат аз ҳамун ҷавонҳо ба ин ҷавонҳо вобастагӣ дорад. лекин дар қонун ворид карда нашуд. боз ин корҳо давом ёфта истодааст. барои чӣ? барои он ки мардум он чизе ки президент гуфт ё раиси ҷумҳур гуфт, ҳамонро аз раиси ҷумҳур талаб накарданд.
گپی سفسطه نزن. وقتی که گپ میزنی به قانون وارد کن. باید که قانونی شود. اونهایی که بعد از گپی تو میبرارن طلبه ها را، طلبه های مکتب، مدرسه، دانشگاه های عالی و غیره را به کوچه به خیابان ها باید که چی شوند؟ مجازات شوند طبق قانون، از کار رانده شوند، جریمه کرده شود. فرقی ندارد دیرکتوری مکتب باشد، رئیس شهر باشد، رئیس ولایت باشد، کدام اینا باشد. یا که در همین آخرین بار در مسئله لایک گفت رئیس جمهور که بلایک زندان نکنید گفت. خب مردم خرسند شدن که برای چه خرسند شدن؟ برای که هزارها امروز نفرها در زندان هستند برای لایک. لیکن همین سخن قانونی شد یا که در همون تالار ظلم ماند، از دهان برآمد افتید، در همون تالار ماند. برای قانونی نشد است. باید که مردم طلب کنند که وقتی که تو پرزیدنت هستی سخن میگویی، باید که سخنت اگر که تو همچون رئیسی دولت خودت میحسابی، نماینده این مردم، باید که او سخنی که گفتی در حقیقت به منفعت مردم است. امروز اگر گویم که 1000 جوان تاجیک برای لایک در زندان باشد، همشان حکمهای 5 ساله گرفته باشند، اگر که هر یکشان در خانهشان 4 فرزند و 1 زن داشته باشند، میدونید چند قدر؟ تقریبا 5000 نفره امروز حکومت بالاش ظلم کرد برای یک لایک، برای یک قانون نادرست. امروز او بیچاره در زندان است، عائله‌اش کودکاش به پول محتاج است، پیش عمک و تقا و عمه و خاله و بابا و غذای مکمل ندارد. دولت اقتصادیش بلند نیست، کمک خوب کرده نمیتواند. برای یک لایک برده 5 سال زندان کردن، این ظلم نیست؟ باز از بودجه دولت گرفته با این 1000 زندانی را با 5 سال خوندن، با کی فایده است؟ باز چیکار کردن؟ باز 5 سال این زندانی ها را خوراندن. این از بودجه دولت است، از کیسه مردم است. لیکن همون پول رو به دیگر جاها صرف کردن ممکن است؟ بله ممکن است. اگر که همین 1000 نفر زندان نمیکردن، با اونها میگفتن که شما این کار نکنید، برای اونکه در همین دولت ما همین قانون است که این چی از جریمه کرده میشود، شما باید جریمه سپارید، یکم بار آگاهی، دوم بار جریمه، سوم بار جریمه بلندتر. البته انسان همین کار نمیکند. لیکن 5 سال زندان. اگر همین 1000 نفر بر روسیه میرفتن، اگر کار میکردن یا با دیگر دولت کار میرفتن کار میکردن، در طول گویم که هر ماه 1000 دلاری به خانهشون به تاجیکستان فرستند، در 5 سال 60 میلیون دلار وارد بودجه تاجیکستان میشد. 60 میلیون دلار وارد بودجه تاجیکستان میشد. البته برای خانهشون میسپارند، یکی میفرستند، لیکن خانگی ها گرفته چیکار میکنن؟ میروند تخته میخرن، میخ میخرن، روغن میخرن، گوشت میخرن، آرد میخرن. البته از همون پول با چند نفر، چند عائله منفعت میگیرد. لیکن ما ببینیم که این گپ حال قانونی نشده است. باید که عفو عمومی شود. اونهایی که بلایک زندان شدن باید آزاد شوند و بعدین نفرهایی که با لایک میمونن با اونها چی شود؟ اگر که دستگیر کردن، مرحمت با اونها فهماندهی شود و جریمه کرده شود. اگر که این گونه قانونی سبک باشد، نخواد که یک نفر را برده 5 سال برای لایک زندان کردن، زندگیش شکستن. باید اون شوهر 5 سال میشند، بعد از 5 سال چندین عائله ها که برهم میخورد، چندین فرزندها زنده یتیم میموند. این همش مسئولیتی فقط گناهکار حاکمیت نیست، مردم گناهکار است. برای چی؟ برای اینکه امروزه از زندگی یکدیگر با خبر نیستند. همه میگوید خانه من از کنج است. از برای همین کلا مشکلات تاجیکستان، این مشکلات نه اینکه حاکمیت است، کلی مردم است. باید مردم از سیاست دولت، سازشنامه های دولت و همون قرارهایی که دولت
قبول میکند اگر که به منفعت مردم نباشد چیکار کنند باید برایم دفاع کنند گویند که این قانونی که شما 100 کس قبول کردید این چی است ظلم بالای 10 میلیون است از برای همین چی دانستنی با سیاست مشغول شدن سیاست را آموختن این نه اینکه گویم که ضربه امروز حاکمیت فکر میکند که اگر که جوان ها سیاستمدار شوند بسیار جهان بینیشان وسیع شود فهمیشاتشان دیدگاه هاشان وسیع باشد علم مکمل داشته باشند با ما رقیب میشوند این مردم ما ابدی نیستیم پگه دیگه میرویم لیکن فردا جامعه را چه خیلی ما میمونیم فردا جامعه تاجیکستان چه خیلی دیدن میخواهیم انسان های غلام وقتی که پاسپورت روسی شما میگیرن گریه میکند که پس من اینقدر مهنت کردم میلیون برای همین چی انداز میسپاریدم همین وقتی که اگر که تاجیکستان یکم که آزادی باشد تینجی باشد امانی باشد باور کنید میگه که هیچ پروایی نیست یک ازبک بر اومد گفت که این چیزی نیست 10 سال بعد 10 سال دپورت کنید مشکلی نیست گفت لیکن چی مردم ما را نوارهاش امروز در همه تیک تاک و در همه جا هست گریستم چی کردن پدرم چی است کسل است مادرم کسل است این خوری ما است وطن داریم لیکن برای یک پاسپورت گریه میکنیم گویا که دیگر هیچ ما را قبول نمیکنند بی وطنیم گداییم گویا که روس‌ها برای ما ریسک میتید خدا نی از برای همین باید که کلی مردم کلی حاکمیت تاجیکستان کلا در آن فکر باشند که جوانها از خود از مکتب آغاز کرده درس‌های سیاسی دنیا شناسی سیاست منطقوی سیاست گلوبالی همکاری بین دولت‌ها کدام دولت‌ها با تاجیکستان دوست است کدام دشمن است دیگر هست این چیزها را باید که همه ختم کننده ها باید که دانند امروز در اروپا همه نفرهایی که مکتب تمام کردگی از سیاستمدار نیستند سیاستچی نیستند یکی سیاستمدار هستند از سیاست آگاهی دارند همه گازیت خوان است وقتی که شما میبروید وقتی که شما یک جا میرید کار میکنید همون لیسه میگن که لیسه همون نورمال هایی که در ساختمان بالاش با همون کسکه نبروید به کسکه بالاش بروید که همون همسایه زنگ میزند که در همین جا چیکار کرده است یک نفر به همون کسکه در بالای همون لیسه هست در جای ما این بوز است میگن خبر کشید نه اونها میگن که تو در همین دولت هستی دولت ما قانون دارد باید او قانون چیکار کنی رعایت کنی رعایت نکردن قانون اینا هم میفهمن که فروروی فروپاشی یا که ضعیف شدنی کلا که نظام دولت داری برده میرساند گفته میفهمید از برای همین همشون گازنه میگم دیکتاتور در قانون بله یعنی قانون دیکتات میکند بله قانون دیکتات میکند نه اینکه مثالی همه چی است برای چی برای اینکه همین خیلی تربیت کردن وقتی که یک اشتباهی که همون قانون اگر که رئیس جمهور باشد پریمیر مینیستر جانشینش باشد دپوتات باشد پروکراتور و سود و غیره باشد اگر رعایت نکند مردم میخوازند استعفاش را طلب میکنند چی وظیفه تا اجرا نکرده آن چیزی که قانون برای تو چیکار کرده است مقرر کرده است او را تو اجرا نکرده از برای همین نقشه مردم تو شهروند تاجیکستان در روند سیاسی خیلی مهم است هم در مسئله رشد برای اونکه گویم که سازشنامه‌های نادرست وقتی بسته میشود بین دیگر دولت‌ها مردم قیام میکنند میگن که این برای زیان ما است ما نمیخواهیم اینا میفهمید اگر با فایده باشد مردم البته چیکار میکند حکومت دستگیری میکند با او کمک میکند و وقتی که از سیاست
مردم دور است از جهان بینی خیلی ضعیف دارند تاجیکستان با کیتای گویم که یا که با سیورنی کره مقایسه میکنند البته حقوق انسان پایمال شودم از خونهشان بیگناه برده زندان کنم هم این برای منفعت خودشان نباشد هم که پروا نمیکنند بله همین تشکر قدر زیاد داریم. زنده سلامت باشید. باشید بخشی چیز زیاد که سلامت. کودکان دیگه بهترین خیلی بر وقت است زنده باشید. اومدن. تشکر زیاد. خب. سلامت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. حالا یک نفر با نام وجدان هستن همینجا. سلام علیکم سلام. تاجیک بچه زنگ زدگی هستن. وجدان خواهش میکنم صبر کنید همین تاجیک بچه رو از واتساپ گوش کنیم بعد شما گپ بزنید. خوب چون که این کس خوب نبوده شدن گپ زنید. سلام علیکم یک بار دیگه. و علیکم السلام و رحمت الله. راستی گپ بین برنامه‌تون در اومدم اولش که نبودم بین تو چی گفتی زنگتون میزنم نمیشه اکا جان چی گفتنی ما گفت بسیار گفتنی دارم اکا راست شب گم فرصت نمیشه که در همین برنامه اینا دویم باره در برنامه‌تون درم دیسم دویم برنامه اکا جان آوازم هست؟ هست صداتون هست بفرمایید. چی گفتنی ما در همین مقامات تاجیکستان گفتنی در کارکنای ارگان تاجیکستان گفتنی که وقتی که شما یک انسان جنایت میکنه شما همون انسان رو جنایتکار حساب کنید خانوادی او آدم در شما چی کار دارید وقتی که من 18 گذشتگیم باز من همینجا فهمیدم که یا برادر شما رو ایروی شما برده ترمه کردگید یعنی خلاص بله ایروی شما برادرتون در جای شما باید جواب بگه همه خیلی طوری میغلطه بله انا کن نگاه کو که همین سیتواسیه وقتی که مرا بردن سیزود محکم کردن مادری ما 70 گذشتگی بود سنسورش 70 گذشتگی بود رفته ای مادری ما اینو همین بدبختا رفته اینترویو میگیرن مادر مرا فریب میکنن مادر چیکار دیرش میسوزه وقتی که فرزند بگنو میبرن ترمه میکنن هم خیلی هسته بله وقتی که مرا بردن سیزود محکم کردن میان پیش مادر من یک بار با تهدید اول مادر چی میکنن تهدید خطی دویم بار میان ای مادر اینترویو میگیرن ویدیو دا سنیمت میکنن و تو خودش در همین یوتیوب هست این مادر ای دنیا گذشت رفت و نیکم همین ویدیو هست میان ای مادر اینترویو میگیرن که میخوای که بچه مثلا ای ترمه آزاد شود ترمه دا نشینه یا که کمتر سراغ بگیره بشینه اما مادر میگه خیلی میخوام چون میخوام تو خب پول ندارم ما یک صغیری کمبغل ما مثلا پول مول ندارم که مثلا پول بتونم مثلا برو میگن که همین ما تو چیزی میگیم تو همون گپای ما رو مثلا تکرار میکنید آخه بله این مادر ما رو میگن که مثلا چیز گپ میگن مادر ما خیلی برای دلش میسوزه میگن که سالش کم میکنن یا که جوابش میدن یک مهمی ما محکمش میکنن جوابش میدن یعنی فریبش میکنن مادر رو میگن که بگو که بحر فرزند گذشت ما این فرزند ما تروریست مثل جنایتکار و همین نامای گروه 24 نام گروه شماره که ما در همون 32 وقت در همون خطر غذا دادن زدن ما همش قایش نگفتم که ما گوش میکنم مثل همینا رو لیکن ما یگان شماقتی گپ زدگی نبودم تو همه وقتا تو همه که نمی نهاد دویم بارشه قد شما گپ زدیسم و قطی محمد اقبال سلمان یا قطی نمی بگیم یک ماه شد گپ زدن ما همین نو یک بار قطعا در اومده گپ زدم نگم دیگه چیز ما گپ میزنم ما تو یکی نفس دارم گپ میزنم این مبارزه میبرم ما برای که اینها مرا همه خیلی زستوید کردن که ما همه راه دا برانده همین ها خودشون که مادر من دنیا گذشت ما ترمه دا 6 میزال یا مدت برامدم این حرامزاده ای مادر من آخه میگن که مثال اینترویو میگن که همین گپای ما چی گپی که ما گپ میزنیم تو همین گپا رو تکرار کن گپ بیاد میتیانشه مثال میگن که ای بحر گذشتم اوخ کردم شام وقتی که ما از زندان برآمدم مادر در پیش میگیره میکنه کدوم همسایه بچه همسایه ویدیو رو میاره مادر نشون میده میگه که چون مثال کردی میگه
میگه که ما چیکار کردم میگم که همه خیلی در تلویزیون و پخشیدگی آخه کامپیوتر اگه جو میدونم به چرا اینترنت بعد وقتی ما تورما برومدم اونجا مادر خیلی با چی کسلی بوده راستش بگم اونجا کسلی شدی بوده همه غمه بعد در پیش ما گیره کرد که مرا ببخش خیلی مثال ما همه گپا رو گفتم در تو در حق تو نفهمیدم مثال مرا گفتن که جوابش میتیم همه گپا رو بگم همه گپا رو گفتم مادر مرا ببخش گفته پیش همه مثال پیش دنیا گذشتنش که این مرا ببخش که مثال ما همه گپا رو گفتم در حق تو مثال برای تو جواب بتیم گفتم همه گپا رو مثال این از ما تورما جوابش چی خیلی هم انسان ها خود همش همون انسان ها یک خیلیش همین کارا رو کردگن اونجا وظیفه آزاد شدگن در همون تاجیکستان زندگی میکنن من حال همین یک فکر دومدگیم که من باید در همین چیزی خودم برسم برای چی من در وقت در تورما بودم فقط سجده میکردم خدا رو زارو میکردم که یک بار دیگه مرا در آزادی من برام باید برای که من سین بسیار دادگی بودم ده یا مدت طولانی دادگی بودم نه که خیلی خداوند باید سبب کرد که مرا جواب دادن باید ما دفری بیویم میغلطیدم نه که نغلطیدم ده آخه یک بگیم باید مرا با شرطا دیگه شرطا جواب داده بودن باید ما قطعی کار میکردم نه که انشالله خدا خواه ولی بعد یکون روز محمد اکرم محمد اقبال مرا اصلا برای اکرم محمد اقبال جواب دادگم که ما باید وایده مسیریدیم ما یک با یک گاو زنم برای چی مرا جواب دادگم در تورما مرا برای این همینجور حوض ما مثلا همه حالی اگر همین برنامه تون اگر اکرم محمد اقبال بفهمه مرا برای انمو انسان مرا جواب دادگم در تورما برای انمو انسان که ما باید قطعی حکومت همکاری میکردم لیکن او خطا کردم مرا با همه آدمایی که مرا کنج زندان کردم با همه آدما با یاردم کردن در تاجیکستان برو واردن ما که سخره یا میری یا که میم بری در همینجا یا که میری ایش خوب باید تو یا پشت پنجره شوی یا که باید کاری حکومت باید بود کنید تو این حوزی ما همین حوزی مثال همون آدمایی که مثال همین کارا رو کردگی هم در حق همین مثال بسیار آدما را اینا مثال گناه دیگه کسب میکنه اینا بگذار ما همه گناه کرده باش میکنه لیکن ما حقیقت ما برای که ما در جان مونده زور اومد همین کارو ما کردیم ما حق طلب کردیم ما یگون کس نه کشتیم نه زدیم نه یگون کار نکردیم ما حق خودمون طلب کردیم که ما را مثال ما در دولت نالوگ میسپریم وقتی که ما در مثال یا آفت اومد باید دولت ما رو یاردم کنه همه خیلی هستن لیکن این بدبختان نه یاردم کردن با ظلم کردن همون بگیم چقدر ما هم 5-6 نفر رو گیتن تورما کردن با چقدر آدما رو شتاف کردن در بالای بجای یاردم کنن نبرات کردن نه لیکن ای سوی ما همین هیچ شاید نمیبرم وقتی که ما همین زندان برومدم ما گدت یک ماه خونه نبرومده بودم راست بگم سلامتی من خوب کی نبود نبرومده بودم ایدرین خونه و یک روز نماز عصر ده گفتم مسجد میرم که مسجد در خونه او قدر نیست مسجد میرم مادرم گفت که بچه‌م همین خونه ده بخوان گفت ولی میری با یگم گپ میشه مثلا رئیس محله اخلای گفتم مادر خیلی شب ده نمیرم و شام ده نمیرم و خیلی عصر ده برم عصر بخونم گفتم رفتم باور میکنی همون مردم یک عجیب بود نگاه میکنن در وقتی که همین یک مسافد پیر با گوشوش هم وزبینه راه اومده سه مرا من کرد گفت که تو بچه کی میشی گفت من گفتم بچه فلان چه و گفت همون تورما داشتگی توی ما گفتم خب برقم نم که تب زده گفت که حسابی تو دیگه آدمو صاحب همه چیشیدن نکن تو کنج زندان رفتی شیشتی گفت شما رفته چیشتن نکن حسابی شما دیگه آدمو صاحب همه چیشیدن گفت شما مثل حقیقت روی آب رو وردید لیکن دیگه آدمو صاحب همه چیشیدن گفت شما رفته شیشتید گفت لیکن شما مثل مرا با پرسید مثل چه سالی بسیار دادن در آب برو اومده گفته باید من گفتم خیلی همه خیلی سبب شد برو اومدم این
بدبختا به سبب هم که پول کلان اولادای ما گرفته اما اهل اولاد ما همین چی روزی نبودم من میشتم هم ترمده میگم یو خریدم من نفهمیدم من فکر کردم من اف کرد یعنی بدبختا 700,000 سومون گیته بود یعنی یوسف رحمان پدنواد اگر بفهمی پدنواد تو همین نسبی مردم همین توجیک پد به هیچی ما در وقتی در سیزو بودم یا دومولو را یا که ایوان بود یا که یازغلون بود ما همین لحظی گپ پوشم پدواله که مرا زدگیان توق دموندگیان دیگری کمناتش تا یک دومولو رو واردگیان برای که هم یک شب تو سهر بچرا هم سوره میخونم میزنانشه سوره میخونم در توق میمونانشه از اون وای نمیدونم چقدر شب بود و توریک بود نه سفید نه هیچی وقتی از اون گفت همون سفید همه چونو زدن کردنش که دیگه بعد یوای من نه اوست فهمیدم نه فهمیدم کجا او را بردن یا کشتنش ایام لحجی گپوش فهمیدم که یا یازغلومی بود یا که ایام طرف غوانج بود ایام سمو بود سوره میخوندم و شرموش میدونم چیزان مورینچه میدیدیم که روسی دسته گفتن این بدبخت ها چی کرور ده حق مو ولی اکش اوقات باور نمیکنید همین ناخون پوست جدا کده میشه همین گوشت یادم ناخون همین گوشت جدا کده میشه جدا کده شما این بدبخت ها جدا کده گن این همین پنج یک دست به 5 چلیکه ناخون جدا کده گن تو چی درجه ها رو یا در 13,000 میتیم مرا برای علم لیشنه مرا خدمه برای حسین اشرف عدل نزدگیان برای عزت امان عدل نزدگیان ما برای سلمان عدل نزدگیان ما برای محمد اقبال عدل نزدگیان برای محیدین کبیری عدل نزدگیان ما برای شما عدل نزدگیان ما برای هر یکش گابزن ترکی همین راه نشون داد چقدر تو همین مثل همین چی رو گرفتی مردم رو خزوندی همین کار پیش بودی ای کجا این گپا رو فهمیدی تو ترکی راه نشون داد من نباشم نه ایزد همون قطعی گاب زدگی بودم یکم بار نه شما قطعی گوش میکردم من دارم درست چیزایی هم گفته بودم که من گوش میکردم حقیقتا من گوش میکردم چی؟ که من گفتم من گوش میکردم میگه من قطعی نه گاب زدگیم نه همکاری کردگیم انا ایجیسو گفتم نه ترما بروم من در ترما دعا میکردم که من بروم من مبارز میشم تو یکی نفس دارم من زید این بدبختو ما امام علی دام که او قوانه نه که ما امام علی دو پسر کش پدن آوردن انا می یوسف رحمان های کو یوسف رحمان های انا می بدبخت اکثریت همین مردم ها پولش میگرفتگیشه همین ترمه بگناه میبردگیشه انا می بدبخت های ما همین پدن آورد ما ایروی یا ملیسا ما ترمه برو اومدم پیش یا ملیسا رفتم ما گفتم ما برو اومدم لیکن چون شما مرا همین قدر عذاب دادید چون بگنو مرا هم خیلی کار کردید ما پس کفته رفتم این بدبخت همین یوسف رحمان همین کار رو بکرد ما گفتم ما تو یا ما تا میکشم گفتم عملی سرا یا پول گفتم تو ما در برگردون قرضای مرا میتی گفت که پول تا گفت یوسف رحمان میگیری گفت میکشی مرا مایل بکش گفتم میگم پولی تر ما گیتگی نیست یوسف رحمان میتگی گفت پولی تر تشکر زیاد برادر عزیز من شما رو شناختم انا همین ملیسا نمیگیرم شما رو شناختم دوست عزیز ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم من فکر میکنم درباره شما من برنامه هم کرده بودم گفتم کو برنامه تون که مخالفه ما بعد از تو ما اومدم بچه‌ها ما گفتن که تو مخالفه برنامه کردن باز من هم برنامه شما رو همش کوناش تماشا کردم کم بکوریم ده ما شما رو شناختم ان شاء الله 2019 ایشونش تماشا کردم ده برنامه رو ما ان شاء الله صحبت میکنیم برادر عزیز من این رقم شما رو حفظ میکنم حتما صحبت میکنیم زنده باشید مال رحمت سلام بگو برادر رو همراه ان شاء الله خدا خواهد علاقه است زنده باشید تشکر زیاد در پناه خدا خودتون حفظ کنید مال رحمت دیده شدید این برادر مخالف هم نبود یعنی ضدی حکومت هم نبود همین یک کمتر از حق خودش تلاش کردگی انسان تمام
همین یک بار برآمده است برای ما چی برای چی ظلم میکنید گفته است تمام همین قدر عیب دارد برادر. من ناخوناش کندم 700,000 سومانی پولش گرفتم با اف کردیم تو رو گفته سر دادیم بیچاره نمیدونه تا آزادی برآمدن نمیدونست است که در بیرون خیش و اقربایش 700,000 سومانی راجع و نقد دادگی هستند. یک دیلی تپ تیار به سازمان های دفاعی حقوق بشر که از ما هر روز طلب کرده شدن دیلی تپ تیار یک پرونده تپ تیار های زنده باشن شاهدای زنده باشن گفته طلب کرده شدن ما میفرستیم دیلی تپ پرونده تپ تیار یوسف رحمان. برادر بفرمایید. خوب هستین برادر عزیز؟ زنده باشید. ما بار اول برنامه شما میدرویم. انا گفتم یک قطعیتون سلام علیکی کنم یک احوال پرسانی کنم دیگه خیلی میبینم گپای خوب است دیگه باور که چی گپی پریدون من میکنی اوجا گفتگی هم یک گپ بخشیش گپ زنید. ما یک گپی نو قطعی اومدم انا یک فکری نو قطعی شاید ایره کسی گفتگی نباشه انا امیدوارم که یک منطقیت خوب میبخشه برای همین مبارزه برای ملت توجیه که برای همگی وقتی که همین رحمانوف دیکتاتور میگه که با این خیل میگه ده یک تکلیف کنم به همون لحجه همون ممکن است فرمایید. این خیل میگه که با سیاست یادتون است با سیاست با کارهای دولت داری مرتبه نمیکنه مگر در نزد قانون جواب میگه انا من اینجا اومدم امروز میگم که بیاین همه رژیم یک طرفه کنیم و دیگه هر کسی که در حکومت اینا با سیاست دخالت کنین همه ده اجازت های دیگه تمام ملت توجیک 10 میلیون هم 20 میلیون هم کسی که تو گپ زنید. انا کسی که دیگه است در حکومت نو میتونه که در سیاست داخل شوه تنقید کنه روی راست رو شد نه ناخون تا میکنن نه چلیکوت هم میکنن نه عذاب میتن نه پول تا میگیرن نه زندان هم میکنن به خاطر همین عجلگی جا کاری مونست کسی که عجله میشود سراسیمه میشود اشیبکا میکنه و بوی میتا ما همین فکری خوب قطعی که بسیار حواس داریم ده بسیار حواس آرمان کنیم که حکومت نو بیاید آزادانه سخن کنیم همه توجیک بیا سخن کنه در حکومت رابطه میگن مدافع میگن مرتبه میگن دخالت میگن خوش میگن چیکاری که میکنی همه حکومت بازیچت میشه این خیلی است که امروز این حکومت امروزه که هست این از همون شوروی که سال 60 70 80 از اون کده خطرناک است ظلم است خطر نخواد نخونه چلی که چی آدم بکنه من این همین چیزا را فهمیدم برادر مبارز شدم مگنه که من اگه اون مجبوریت نداشتم من بسیار آدمی با صبر تحملم بسیار ما آرامم اگر همه 40 سال هم که بگذاره دیگه 50 سال دیگه هم بگذارم من اگه اون خیلی چی نیستم نه که میبینم که میگم همین وقت انرژی من بیهوده رفته ایستاده است در اوج مردم توجیک زیر ظلم است برادرای توجیک زیر ظلم است انا نمیشود که خوبترش که ما همین یک کمک یک 20% انرژی و وقت پول خود ما دمی روی مبارزه مصرف کنیم نصیب باشه ما انقلاب اعلام کردیم روز 10 اکتبر سال 2020 خواهی میبینیم نصیب باشه که پیشترک بر وقترک میکنیم
انا مردم یک کمک وقت دادیم که مردم ما اون روز در یک برنامه دیگه دیدم یک برادر یک پیشنهاد اولی جان بهترین کرد گفت که دعوت شروع کنیم همه کار آماده است ما آماده هستیم همه مردم درون خارج هم آماده است مگر ایسکرایی که میگن ایسکراشون همه خیلی میشوه که شما آماده باشین یک روز نه یک روزی ای رژیم هر روز در اشیبکه هر روز کارشون پرابلم های انا یک پرابلم هاشم میقپه ممودا میخزه یک چند آدم دیگه هم خیلی میخزه هر پلانو پر ولی ما پیش بردی همه چیز ما هستم ما خودم مینویسونمش 3 ماه میکشه 6 ماه میکشه خوب گفتی گپا به یک گفتی گپا متخصص یک آدمی با عقل با فهم پیشنهاد میکنم و ببینش انا باز فکر عقیده خچه پیشنهاد کنم دیگه خبر خوش همی است مردم ده که انا حکومت نو که اومد دیگه بفهم که حکومت خودت است نه از رحمانوف است نه از پوتین از خود ملت تاجیک است هم میتونی رسی هم برای دیگه در ایرپورت ها من نمیکنن چورکت نمیگن لطت نمیکنن همون دور دیدن تاجیک که گفتن همه خیلی میکنن اوروس همه خیلی میکنن انا یه مقصدی ما اوروس های خیتوی های قرغز های ازبک های کسی که باشد افغان های کسی که باشد که همه تاجیک ها دید تاجیکستانی را دید دست چه همه خیلی کنن و اکا میبخشید چیزی که ما گفتیم کردیم در اختان میبخشید از گذشته تون میبخشید خیلی که اینجا من سیاه پوستا را آوازی همه بخشش پرسیده که ما شما را غلام کردیم و سرتون ناحقی کردیم ظلم کردیم توجیک هم ببینن توجیک باید یک روحیت نو پیدا میکنه یک روحیت نو در دنیا یک خودش آزاد است یک نفس چخور میکشه میگه این حیات در حقیقتا ریال نبوده است این حیات در حقیقتا زیبا بوده است ظلم و مشقت چاپلوسی نبوده است باید در حیات راحت باشی سربلند باشی سیر پر باشی نه اینکه از ترس وهم تا بگو که فلانی خیلی فلانی و خیلی فلانی خیلی انا دیگه خبر خوش است خبر خوش اومده است اومده ایستوده است دو چیز است انا دعوت است اول است دیگه حکومت خودمان نداشتن است دیگه هر اشیبکایی که میشه باید سری وقت در جوش حل کرده شود که دیگه به این خیلی اشیبکا باز همین اوروس هم میگه چی بدبختی بود ما کردیم دیکتاتوری کردیم اینا پوتین نبی دیگه ای کنترلی رو برامگی آیو دیگه هیچ که گفت دیگه پو دمیراش گرفتن نمیتون ای کنترلی رو برامگی او داویش گوساله میگن تو کهدون های انا او یک گوساله های پوتین هم یک گوساله های داویشش تو همون کهدون شد تو اگه اونجا را نمیرو همین ملت اوروس هم اشیبکا کردی او هم یک دلبایو که هم خیلی لسیدن وازی دیگه ایدستشونی چی نمیاد مجبورم که 70% ملت شده همون میاساروکای گوشت گذارانک میگن کو در جان مجبورم که 70% مردم دو دستکش شدن مال ملک شدن قربانی کنن بعد شرمنده شدن و تسلیم شدن اوروس همون خیلی اوروس تسلیم شد حتی همین ترامپ هم کشید ایولی در امریکا فایده شو نمیکنه ما پیش میریم ملت اوروس بخشش میپرسه دنیا اینمی به نزدیکی یا تماشا کنه سلامت باشید برادر عزیز زنده باشید تشکر یکم اولین دفعه نمیخوام بسیاری بعد که وقت نبگیرم انشالله کوشش میکنیم که انا داخل شیم انا یک چی هم که باشه یک خاصی که هم باشه با ملت خود دستگیری سلامت باشید برادر عزیز زنده باشید تشکر زیاد رحمت کنم زنده باشید زمانو بفرمایید
برادر شوکت یک مسئله دیگر را گپ زنیم، یک چند مسئله دیگر را خب ما پیشتر برآمد کردیم تو سلام هم گفته دیر آمدیم. نباشید. خب 3 دقیقه وقت دارید. برادر شوکت یک وقت ما این وقت کم باشه خواهی بیایم یک گپی کنکریت نرا گپ زنیم نباشه اوکی. بیاید سرجم شویم. یک وقت در یک برنامه تان در باره برادرتان گپ زده بوده که بیاید سرجم شویم گفته، بعدی هوای دیگه برنامه تان در خیلی سستی بعد کرده شدین. سرجم شویم، مثلا زنگ زنین گفته بچه ها را مثال وای کردین، برادر ها را تکلیف کردید، در علاقه باشید که یگان مقصدی را در پیش مونین. همه سرجم شوند، همه همین مبارزه ای کدام برنامه هایی که باشه صدای مردم، اصلاح خواه، مثلا پیمان خواه، کدام برادرانی که برنامه هایی که میکنن حق و باطل همه سرجم شوند و همه از یک تن سر براریم میبینی که مبارزه هم بسیار میشوند، صف مبارزه بسیار میشوند. ایامی روی که همه برنامه ها را تماشا میکنیم گوش میکنیم، بسیاری بچه ها مثال بسیاری همی برادرانی هستند که سر میتوبنده همی راه مبارزه دلگرم نیستن، یعنی که همین را گفتنی بدون که همه سرجم شوید. با همین جواب به همین ملاحظه شما برنامه امروزه منم با آخر میرسونم. بسیار به نقطه مهم تاکید کردید برادر عزیز. در مبارزه سیاسی وقتی آن رسیدگی است که هر یک کس وابسته به مهارت، استعداد، ملکه دانش خود باید در مبارزه همراه شود و وابسته به ملکه دانشش، فهمش سیاسیش، کار میتوانستگیش در مبارزه یک مسئولیت بگیرد به دوش و از پی پیاده کردن آن بشود. اما دوستان عزیز، مخالفت یک چیزی است که برای آن که در دوام مبارزه پیشپا نخوری، به مبارزین ضرر نبیاید و کار رزولتاتی برعکس ندهد، تمام امروزه پیشرفت با سرعت دنیا و دیگر گونشوی زود سیاست های بین المللی و عموما امشب روزها روز دیکتاتورها بودن، وقتی دیکتاتورها خندیدنش، همین رو به اینوبت گرفته باید مخالفین، کسانی که در صف مخالفین هستند، کسانی که یک سیستم مخالفت تشکیل کردگی هستند و در یک نظام مخالفت کار فعالیت میکنند، باید انسان‌هایی باشند که واقعا از چند جهت، هم از آب و هم از لای و هم از آتش و از همه این چیز گذشته پخته رسیدگی باشند و در سیاستی با سرعت تغییر یابنده امروزه خودشان را هضم کننده توانند. چون که در سیاست هایی که روز به روز تغییر یافته ایستاده است، ساعت به ساعت تغییر یافته ایستاده است و از من و شما مدار سیاسی بیشتر طلب کرده ایستاده است، فهمش سیاسی بیشتر طلب کرده ایستاده است و هر یک حرف را در ترازو مانده گپ زدن را طلب کرده ایستاده است، نمی شود با هیاهو کار کرد.
نمیشود با واهمه و با بلیفوات کار کرد. نمیشود خودت انمی قدری از خودت منمی قدر نشون داد. تو خودت منمی قدر هستی، از خودت منمی قدر نشون بدهی، طرف دشمن، طرف مقابل به توی انمی قدر منمی قدر آمادگی میبیند، میاند میشکند. برادر محمد یک دوی دیگر گپ زدم. وقتی که برادر عزیز اکو گپم گم نشد، چون من کمتر بیمار هستم، شاید گپی دهانمانگی گم شده رود. بخشش و عموما امروز قدم باید شمریده مونده شود، آگاهانه سنجیده شده، در ترازوی سیاست برکشیده شده. و وقتی که همه این گپا رو شنیدی برادری عزیزم که میخوای مبارزه بری، میخوای که در راه مبارزه فعال باشی، بر ضد ظالم مبارزه بری، در همین طلبات ها رو به یک طرفی ترازی ما و خودت رو به یک طرفی ترازی دیگر ما. چند کیلویی، برکشت چقدر است، به کجا راست میبویی، همه به همون جای راست می اومدگیت به تو نیاز هست. به تو نیاز هست. در همین وزن تو 100 کس باشد نیاز هست، 1000 کس باشد نیاز هست. تو تنها نیست. انا برای همین وقتی هیاهو، وقتی بلیفوات، وقتی من در بین شما فلان قدر آدم دارم، آدمای من فلان قدر هستن، به من فلان قدر معلومات دارم، این گپ ها خوشینم نیست. چون که همین جمع کردگی 10 سالمون دیده شدیم که همین واهم مقامونه در همین طلبات سازمان های دفاع حقوق بشر به یک کلم دسته نمیشه. پر کرده پرتستگی هستیم. بعضی نوشتگی ما 50 صفحه می شود، یک نوشتگی ما از درونش یک جمله دلیل گرفته نمیشه. بله. از درونش یک جمله دلیل گرفته نمیشه. یک جمله مونه در عرصه یک موافقی جوابگوی طلباتی یک سازمان دفاع حقوق بشر یک جمله قبول میکردگی نداریم. حالا در همین کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در ورشاو همین سال شده گذشت، نماینده امریکا به ما گفت که همین سال اهمیت دادم، خیلی پخته رسیده این و سخنرانی های شما یک کم از داخلش به ما آسان شد که دلیل گرفته میتونیم، همچون دلیل استفاده برده میتونیم. سالهای پیشی میومدیتون رحمان دیکتاتور، رحمانوف فیورر، رحمانوف این، رحمانوف وای گفته میرفتیم، یک چیز پیدا نمیکردیم که از داخل سخنرانی های شما گریم استفاده کنیم همچون دلیل. برای همین دوستان عزیز، من بعد ما باید خیلی خیلی جدی باشیم، جدی مناسبت کنیم و وقت این خیلی نیکی مثلا گریم ما از خودمون یک آدمی کلان زوری دانوی همدان نشون دهیم، ما همین قدر نباشیم. این قدر نیکی این خیلی نیست که به همین کلان نشون دهیم ما باور میکنند و ما به همین کلانی هامون کار میفرمایند. این دور گذشتگی از این خیلی نمیشود. به همین مهارتت، به همین دانشت، به همین فهمش سیاسیت، تجربه سیاسی داشتگیت و یا در تاجیکستان در سیاست بودی نبودی، دیدی ندیدی،
یگان تشکیلات ابتدایی رو یا اینکه یگان بخش رو یگان شعبه رو و چقدر مثلا گریم تجربه و ملکه سیاسی دوری وابسته به همون و تو نیاز هست خیلی خیلی نیاز هست و تک تک من شما نیاز هست دوستان عزیز. من همین خیلی فکر میکنم من همین خیلی می اندیشم حالا نمیدونم که اونهایی که در مخالفت هستن یعنی مسئولیت دارن مسئولیتی مخالفت دارن به چه اندیشند و به چه گمون هستن. من این نظر شخصی من همین است که نظر شخصی خودم همین است که امروز حالت خیلی دیگر شده است. قدم ها باید سنجیده مونده شوند و وقتی که جان در خطاگی ها هست ولی کمبودی ها هست کمبودی ها رو میبینیم خطاگی ها رو میبینیم جان درد میکند داد و ما باید نبینیم چون که خدا میگوید که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به حق دعوت میکنی در راهی به حق دعوت کردنت هر مشکلی پیش آمد صبر میکنی. باید مشکلی هایی که پیش آمده است دادی تو را نبراند دادی تو را دشمن نشنود. در سیاست همین طرح است. جنگ میبروی موسفید باشی حالا همین ریش سفید کتی برآمد کردنی ما هم نادرست است. اگر ما برآمد ها رو مبارزه دونیم جنگ رسانه‌ای دونیم طبق فرمود سنت پیامبر صلی الله علیه و آله این ریش ها رو باید سیاه کنیم. یعنی جوان بردن باید نمایان باشه. باید طرف مقابل داد فغانت برآمدن و در داخل مبارزین چی سیر هست چی مشکلات هست اون برملا کردن و نشان دادن این که اینقدر ما این گونه ضعف ها داریم اینقدر مشکل ها داریم یعنی خود را ضعیف نشان دادن هم خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. برادران عزیز خود را جوان بگیرید خود را بردم بگیرید و افتاده نشوید جسور باشید غیرت داشته باشید و آموزش سیاسی یک درس های سیاسی هر روزه 1 ساعت نیم ساعت به خود وظیفه گیرید چنانه که برادرها گفتند حتی در تاجیکستان در اروپا بودگی ها در اروپا در روسیه بودگی ها در روسیه در یوتیوب هست بسیار وبینار ها هست درس های سیاسی هست پلیتولوگ ها سیاستمدار ها بسیار وبینار های سیاسی دارن برآمد های سیاسی دارن درس های سیاسی دارن و ادبیات های زیاد هست کم آموخته فهمش زیاد کرده و بعداً در داخل مبارزه یک مسئولیت بدوش گرفته. مسئولیت بدوش گرفتن همین است که دوستان عزیز مسئولیت در جمعیت مسئولیت میگیره. خودت تنها باشی یعنی ادینا که ورک باشی چیکار خواهی گفته میگردی بکی خواهی بهای 5 میمونی بکی خواهی بهای 4 میمونی بکی خواهی بهای 2 میمونی همه گپ تو گپ نیست هیچ کس به گپ تو جواب دادن حق ندارد تو چی که خواهی میکنی و تو هیچ کس زورش نمیرسد گپ هیچ کس به تو نمیگذارد درست است لیکن تو خودت رو وقتی آدم جمعیت میدونی مسئولیت به گردن میگیری بسیار گپ ها اختصار میشود چون که وقتی مسئولیت به گردن میگیری تو یکی از نفرانی هستی که به همین گپ‌های به همین طلبات‌هایی که داری خودت اولین شده یکی از اولین خوشیده باید جواب بگویی یکی از همین‌ها میشوی اکثریت گپ‌ها اکثریت دعواها مختصر میشود اختصار میشود برای همین مسئولیت شناسی چیزی دیگر است و دعوا چیزی دیگر است
به دوستان عزیز بهادهنده، نظارتگر، گوینده نباشیم. یک مسئولیت به دوش بگیریم، از پی کار بشیم. این گپ من به تک تک شهروندان تاجیکستان دخل دارد. مخالفت و مبارزه برای دیگرگون کردن این رژیم، به دست آوردن سعادتمندی و سربلندی در تاجیکستان، شرکت تک تک فرد تاجیکستان لازم است. انا همین صحبت من مشخص نفری نیست، به تک تک نفر تاجیکستان دخل دارد. حالا اینجا بدون نفر من وعده کرده هستم که حتما گپتان را تمام میکنید، بعد برنامه را به اتمام میرسونم. یکی وجدان بودن برادر زمان شما صبر میکنید، این وجدان که ها باز پایده شدن سخنرانی کردگی نیستن، نوبتشون رو به دیگران دادن. اول این که سخن میکنن بس با یک 2 دقیقه دیگه گپ زدنی است. فقط صبر کنید که همین نفر را گوش کنید. سلام علیکم استاد. میتونستم فهمو استاد. من گفتم که وقتی که یک کودک از دوره کودکیش، از دوره مکتب، وقتی که از زبانش آرزوی پرزیدنت شوی یا آرزوی یگان آدم بزرگ شوی میگیرند و آدم اوجه فکرش هم آرزو میرد، از عقیده‌اش هم میرد این آرزو. بعد از همین کودک اوجه تسلیم میشه، اوجه حالکه دیگه باور نمیکند که وای میتواند پرزیدنت شده یا یگان آدم بزرگ شده. برای کجا از کودکیش به وای نشان دادن که تو نمیشی پرزیدنت. وقتی گفتم من پرزیدنت شدم میخوام، به زبان تو لخچه دادن، دانه به خاک پر کردن، اوجه تو دیگه آرزو هم نمیکنی آدم بزرگ شده. بعدا وقتی که فکران مردم تسلیم شد، اوجه حالکه اداره کنی مردم آسان میشه. برای که آدمی که به فکر خودش استوار نه، خودش فکر خودش اداره نمیکنه و آدم البته نفر دیگر اداره میکنه. صدامت؟ صداتون هست. وقتی که آدم فکر خودش اداره فکر خودش به دست خود نمیگیرد، آدم دیگر اداره میکنه، فکرش هم خودش هم. بله. برای گفتنی هم که مردم باید اول فکران چون استوار کنن. هر یکی ما میتونه بزرگ شه، هر یکی ما میتونه پرزیدنت شه. معنای اینه که وقتی دوره مکتبی از زبان تو سخن پرزیدنت شوی گفتگی باشن، معنای اینه که تو شده نمیتونه. پرسته فکران شما شکستگی. ما باید، من میخواستم یک چیز پیشنهاد کنم، حتی در موضوع درباره چی نمیدونم، به نزدیکی داخل شدم استاد برنامه شما. موضوع اصلا درباره چیست؟ نقش هر یک فرد در حیات سیاسی. اما مشترک فرق ندارد که موضوع آزاد. بله گپ زنید شما به شما وعده کردم گپ زنید. تمام من فکرم گفتم همه خدش بس خلاص وقتم کم مونده است. پسکه همه آدم گپ زند گوش میکنه برادر، تمام گپتون تمام شد. نه گپ زنید، گپتون رو تمام کنید بعد ایشان گپ بزنید. فکرهای من خیلی بود استاد به فکر شما. بسیار خوب بود. من به همه گپتون راضی هستم. واقعا هر یک نفر وقتی که تو اندیشه خودت اداره کرده نمیتونی، تو رو دیگران اداره میکنن. درست است. یعنی وقتی که تو خودت رو اداره کرده نمیتونی، تو رو دیگران اداره میکنن. تو خودت بیرون میشوی، یعنی این همین نمایانگری اونها که تو رو دیگران اداره کرده شدن. بعد مثلا میبیایی جوی وایرون بکنی، میبیایی اوزن من کمتر از چیم برامدگی بودم، کمتر از کلیچیت شدگی بودم. انا معنی گپ نیم. برای ما گفتنیم که برای ما گفتنیم که هر یک نفر باید انتظار نباشد که 200 نفر میشن، که 500 نفر میشن.
کارهای بزرگ به تنهایی میشه. برای نوفتنی هم که باید هر یک کس اول عقیده خودش درست کنه، به فکر خودش به عقیده خودش استوار باشد، حتما یک نفر میتونه در این پرابلمی حاضر تاجیکستان ایواز کند. یک نفر. سلامت باشید استاد. نباشید. تشکر زیاد باشید. سلامت باشید. زمانت بفرمایید. در حقیقت برادر راست گفتند. از زمانی که ما خوندیم مکتب و وقتی مکتب خوندن در هر یک انسان هوس یک متخصص شدن داره. خواستم که به حد دوست نداشتم همین وقتی که دتکتیو شوم، یگان حقوق شناس شوم. حقوق شناسی را خوندیم در یک کالجی که نو شدن در ناحیه ما، خیلی ناحیه ما گپ نزنم. اوجه مردم اوجه شناختن، به فکرم بسیاری گپ زدن که برآمد کرده ایستاده گفته. خیلی دیگه من چم ندارم، ترس ندارم. از سال 2015 وقتی که 15-16 زیلا که گوش میکردم برادرای گروه 24 وقتی که حاجی عمر علی زنده بودن، بعد وقتی که 2016 او را 16 بود که بود به شهادت رسوندن، من دیپورت شدم رفتم تاجیکستان. 5 سال دیپورت گذراندم. اومدم که یکی ذوقم کرد در یادم زد اون گروه ها یوتیوب دا برآمداشون نگاه میکنم. خیلی به حد گپای حق گفتن. روی چی؟ وقتی که این مکتب کالج تمام نکرده مرا گرفتن خدمت بردن. وقتی که خدمت رفتم در خدمت چی ظلم دیدفشین است. از ظلم دیدفشین ده با همون کماندیرو ظلم میکردن. ما سالتو میخوردیم خوراک در وقتی که خوراک میدادن یا عبید نبود مونه یا عبید بود اوقاتی بود و نان نبود یا که نان بود و اوقاتی نبود. در بالای 56 سالت 20 ادیال بود. ادیال باور میکنید یا نه؟ 2 کس یک ادیال میپوشیدیم. در انمی خیر خنکی، سویت کشی، کزرمه های خنک وقتی که سهر پدیام میدادن پدیام در میخستیم باور میکنید پوچه رگ میکشید. همین خیلی پوچه ها رگ میکشید. توی خیلی پوچه ها را راست میکردیم و میکردیم پوچه ها رگ میکشید. به حد عذاب در خدمت. مثلا اگر دوامی گپی ما بیا تا آخر با آخر رسونیم برنامه شما خیلی شد تشویش کشیده ایستاده این به تاقیدی داریم رنگی. گفتنی هستم که همین برادران مبارز همه اول سرجم شوند. برنامه یکدیگر تا دستگیری کنین. مثال یکدیگر برنامه مثال در برنامه یکدیگر برآمد کرده شما هم کم کم پدرش کنید خلق یک بحث دروید یک مصلحت کنید یک چخشخ کنید که همین مردمی مخلصا مبارزایی که بیرون از چیان همه همها دلشون گرم شوند که مثال همین برادرها یک جان بیاین یک جا شویم گفته. همین را گفتنی هم که مثال همه یک جا شویم و همه از یک تن سر براریم و مبارزه را سر کنیم. مثلا نشوه رنگ جنگای 92 من سالم خیلی کلانه. مثلا سالوی رستم عبدالرحیمش یک طرف کشید و سنگکش یک طرف کشید و فیضلیش یک طرف کشید و دیگرش همش هر طرف کشیدن. رنگ اینا نباشیم. رنگ اینا نشویم و همه از یک تن سر براریم. او فکری گریزی ها رو میکنن که در افغانستان گریزه بودن و مثالی خیلی گریزه شده بودیم و ایتاوتا. این همو آدمای گریزه شدگی بودن که چاپلوس بودن. امروز همو اگر که آدمایی که میترسن که با همو جنگی 92 میشوه این همو چاپلوسی میترسن که وقتی که
در دلشون یک وای نیست، مثلا یک مقصد ندارن. میبینن که همو دیکتاتوران خیلی ظلم کرده ایستاده، نسویتای مثال در حق برادرانی که حقگو هستن او را برده مثال محکم میکنن. حقیقت نیست در تاجیکستان. از براس همین میگون که فکری اوس گریزه شدن سالهای 92 و 97 نکنن و همون انسانای گریزه میشوند که چاپلوسن. مردمی که حق میخواهند هیچ وقت به او گریزه نمیشوند. او فکر را ایساتون برورید. یک خیل انسانایی هستند که در کامنتاری ها می نویسند او فکر را نکنین، فکر دیگه خیلی میکنیم. مثال انشالله نصیب کردگی باشه همه مثال وای خدشه داره اوجه مردم دیگه خیلش دیگه او مردم سال 92 نیستن دیگه. من گپ گفتنی بدون که یک جایش شوینده آواز نیست. سلامت باشید، سربلند باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. خب رحمت، سلامت باشید شما. خدا تشکر به این برادر و تشکر به همه شما دوستان که ما رو طول این 3 ساعت صبرانه گوش کردید و تشکر به آنهایی که گفتنی های خود را گفتند و تشکر به آنهایی که گفتنی هم داشتند و فرصت نیافتند. انشالله امیدواریم که در برنامه‌های دیگر فعالانه شرکت میکنند و سخنهای خود را خواهند گفت. همینجا برنامه رو به اتمام میرسونم. یک شما رو به الله میسپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. در پناه خدا باشید تا دیدارهای دیگر. خدا نگهدار.